بلا به هر دیگر مثلا یعنی که از صوفی از دیگر این مثلا شخصیت ها یعنی که طرفداری میکنن. با من فهمیدم که با من گفتن که استاد ما انشاءالله چی میکند جواب میکرد. اما خاطر همین یک فکر آمد در بله سرم، آیا و ما ما هم شاگردانش هستیم استادتان و و, شما صوفی شناسی و ما این هم فرقه های جواب داده گمراه هست؟ هستیم. اگر بله که در گروه باشی معلوم می شود که الکی که ما جواب دادگی هستیم و این جواب ها را ما بگیم که سالهای گذشته هم دادگی هستیم. در همون بالا الکی که برادران اشاره کردن که من همین جواب ما برای این صوفی و صوفی گرایی ها اگر چند مختصر هم شده که مختصر مفید است بیان کردگی هستیم که صوفی کی است و چه عقیده دارند و راه رایشان ها چی است بیان کردگی هستیم. و در مورد با فکریم که احمد فیروز صحبت کرده بودم و این رو هم بیان این شخصیت هم امروز هم دیدم و با جواب گردوندم برای توافق. بهترین. اما برادر اگر بهترین میشه در آینده درس های فقه شناسی زیاد میشه انشاءالله، چون مردم بهت امروز اکثریت بعض نفرها پیرامونی که بخبرن که وای چی عقیده دارد، از هم خاطر انشاءالله که زیادتر درست میشه است، فقه شناسی. سخن شما درست است، سخن شما درست است، ولیکن پیش از آن که انسان فرقه را بشناسد باید عقیده خودش را بیاموزد. اگر انسان عقیده را نآموزد فرقه شناسی برای فایده نمیدهد. اولا ما تلاش میکنیم که عقیده صحیح و درست، عقیده اهل سنت و جماعت که منهج سلف امت است این رو برای مردم آموزانیم. ان شاء الله که دیگر عاقبت برای بر خیر این امت میگردد. ما مقصد ها و نیت های نیک داریم ان شاء الله برای رساندن دین حق برای مردم و امید نیک داریم که مردمی که در این گروه ها اشتراک نمایند برای مقصد های نیک می‌دارند، برای آموزش علم می‌دارند و هر کس که در این گروه های اسلامی که بر منهج صحیح بنا شدگی هستند ان شاء الله که از آن بهره میگیرند. مقصد اساسی ما حاضر نیت نیک ما همین است که ما بر مردم عقیده صحیح را برسانیم، منهج راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مردم بشناسیم، عقیده درست این قرآن و سنت با فهم سلف امت است. اگر این رو مردم فهمیدن دیگر ان شاء الله که از هر گروه ریگردان میشوند، از هر طایفه ریگردان میشوند. علاوه بر این در سوالهایی که میشود، در مسائلی که میشود در مسائل جهمی ها میپرسند یا که اشعری ها، ماتریدی ها یا که دیگر گروه ها صوفی ها هست، الحمدلله که اینها را ما مختصر و مفید برای برادران و خواهران میشناسونیم. ولیکن فکر شما هم فکر خوب است، ولیکن این نیاز بر وقت دارد. وقت ساعتش بیاید باذن الله تعالی ما اینها را هم خود می آموزیم هم برای دیگران می آموزانیم باذن الله تعالی. اکنون ما درس را از این سیرت مبارک رسول صلی الله علیه و سلم که درس الکی که برای همگان معلوم است، الکی یک چند درس گرفتیم، یک 5 درس الکی رفتیم یا که 6 درس باشد، از ابن هشام. ابن هشام معروف است کتاب سیرتش که از ابن اسحاق این کتاب را گرفتگی مختصر کرده هستند، از آنها گرفتگی هستند. برای همین در اینجا ابن هشام هر سخنی را که میگوید میگه قال ابن اسحاق. اگر که در درس شنیده باشیم قال ابن اسحاق، قال ابن اسحاق میگوید. پس انا همین سیرت رو مختصر برخی از علماها و دانشمندان مختصر کرده هستند، کمی خلاصه تر کرده هستند، چون مختصر ابن هشام کمی طولانی‌تر است. خلاصه‌اش را با سندهای صحیح که ذکر شده است این رو میگیریم. اگر زنده باشیم سلامت باشیم الله برای ما عمر بدهد، با سپس با از دیگر زندگی، از دیگر کتاب‌ها، از دیگر زندگی نامه‌ای که مفصل‌تر از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحاب او با خبرتر شدن میگیریم. اکنون با بسم الله الرحمن الرحیم درس خود را شروع میکنیم، چون همیشه تاکید می‌نماییم که در نام به نام الله سبحانه و تعالی شروع کردن در این برکت و فیض است و رحمت الله سبحانه و تعالی شامل بنده میگردد که کارش را و عملش را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نماید. از این خاطر ما هم درس خود را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. چیزا پرتو در گروه پرتو چیزا بچه کسی باشه در این گروه در اون گروه روانش کرد در همون چی روانش کرد. خیلی در اینجا قصه نمایم آغاز اسلام آوردن انصاری ها است. صلی الله علیه و سلم رو بر مردم بشناساند و توسط رسول صلی الله علیه و سلم دینش رو بر مردم ظاهر بگرداند. در اینجا بود که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در یک موسم حج برآمد و همون موسمی که اولین گروه انصاری ها
مردمان یثریب که مدینه منور در آن سالها یثریب نام داشت به نزد او صلی الله علیه و سلم فرود آمدند. خرج الرسول صلی الله علیه و سلم فی موسم الذی لقی فیه نفر من الانصار. پس در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک گروه از انصاری ها از مردم یثریب مدینه که نزد او آمدند صلی الله علیه و سلم، او خود را مثل هر سال دیگر به قبیله های عرب که برای حج ادای حج می آمدند خود را معرفی میکرد صلی الله علیه و سلم. نه که پیامبری خود را بر آنها به مردم حاجیان معرفی میکرد، چون حجی مردم پیش از اسلام هم چون در درس گذشته گفتیم معروف مشهور بود، آنها را با اسلام خوند دعوت میکرد. در نزدی عقبه یک سنگ معروف نزدیکی مینا جای اگر حاجی ها حج رفته باشند در اینجا مکان مینا مکان معروف است. پس در همین نزدی عقبه همین سنگ معروفی که نزد مینا قرار دارد به گروه از قبیله های خزرج رسول الله صلی الله علیه و سلم روبرو شد. آن کسانی که الله سبحانه و تعالی برای آنها نیکی را خواست، برای آنها خوبی را خواست، پیروزی سعادتمندی دنیا و آخرت را برای آنها کتابت کرده بود. و این هنگام که رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها واخورد گفت شما کیستید؟ گفتند ما گروه از قبیله های خزرج هستیم. گروه از قبیله های خزرج، نفر من الخزرج. و رسول الله گفت که امین موالی یهود؟ قالوا نعم. از آنها پرسید گفت آیا شما از دوستان همپیمان یهودیان هستید؟ چون این خزرج در آن زمان در مدینه با همراه یهودیان زندگی میکردند با عهد پیمان. گفتم بله. و رسول الله صلی الله علیه و سلم آنگاه برای آنها گفت آیا با من نمی نشینید؟ آیا با من نمی نشینید تا صحبت کنیم و برایتان چیزی رو خبری رو بگویم و برایتان بخوانم؟ گفتم بله. قبول کردند. فجلسوا معه. پس این قوم، این خزرج، این قبیله وفد یک گروه را میگن، همین گروه خزرجی ها نزد او صلی الله علیه و سلم آمدند و نشستند. فدعاهم الی الله. و او صلی الله علیه و سلم این هنگام شروع کرد آنها را به سوی الله، به سوی دین الله دعوت کردن را. فعرض علیهم الاسلام. اسلام را بر آنها پیشنهاد کرد. فتلا علیهم القرآن. و قرآن را بر آنها تلاوت کرد. و قال و گفت و کان مما نصح الله بهم فی الاسلام انه کان رد ود ای قبیله ود. یعنی دین اسلام را برایشان پیشکش نمود و بر آنها قرآن را هنگامی که تلاوت کرد گفت و آن چیزهایی که الله سبحانه و تعالی در اسلام برایشان انجام داد این بود که قبیله ود، یک از قبیله ها ود، قبیلهشون نامشون ود بود، قبیله ود با آنها در سرزمینشان همسایه بودند، همسایه هم بودند این قبیله. آنها یهودیان یا اهل کتاب بودند و آنها اهل کتاب، آنها دانشمند بودند، یک عالم بودند. و در حالی که اینها یعنی این عرب ها اهل شرک و صاحبان این بت ها بودند، بت پرست بودند، در ظلمات تاریکی های جهل و نادانی بودند و آنها باشد پیشتر
بر اینها بر سرزمینشان حمله هم کرده بودند و هنگامی که میان آنها یعنی یهودیان و عربهای بتپرست، عربهای مشرک اختلاف پیش می آمد، یهودیان این هنگام برای آنها میگفتند چی میگفتند؟ پیامبر نازل خواهد شد، به نزدیکی پیامبری خواهد آمد و زمانی مبعث او نزدیک است. این یهودیان گفته ایستادند هنگامی که با این قبیله های عرب جنگ شد، این سخنان را میگفتند و میگفتند که ما از این پیامبری که ما منتظر آن هستیم پیروی میکنیم و با این پیامبر شما را قتل میکنیم، شما را میکشیم، شما را میکشیم، همچون کشتار قبیله های عاد و ایران، یعنی مثل آنها شما را نابود میسازیم. تهدید میکردن این عربا هنگامی که با هم جنگ میشدن. میفرماید فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك النفر دعاهم الى الله قال بعضهم لبعض، هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را، یعنی اهل یثرب را، اهل مدینه را بر آنها خطاب کرد، آنها را به سوی الله، به سوی دین اسلام دعوت نمود، بر آنها این آیه های کریمه را تلاوت نمود، بعضی از آنها به بعض دیگر نگاه کردند، تعجب کردند و گفتند یا قوم تعلموا، گفتند ای قوم بدانید، والله انه لنبی الذی، گفت قسم به الله، سوگند به الله، او همان پیامبر است که قبیله ود شما را با آمدن آن وعده داده بودند. این انا همان پیامبر است، چون این اهل مدینه از یهودیانی که در مدینه با همراه اینا همسایه بودند الکیشون دادن این خبرها را و گفتند که پس مبادا دیگران از پذیرفتن او از شما پیشه بگیرند. نباید این فرصت را از دست بدهیم، باید بپذیریم، باید قبول نماییم. و آنها به آن چیزی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم آنها را به آن دعوت نمود جواب مثبت دادند، او را یعنی تصدیق کردند و به آنچه که رسول الله برای آنها پیشنهاد داده بود از اسلام پذیرفتند. و آنها گفتند ما قوم خود را، یعنی که اهل یثرب را مدینه منوره را پشت سر ماندیم و هیچ قوم میانشان به اندازه قوم ما دشمنی و بدی نمی کند. نیست دشمن و بدتر دشمن سخت نیست. و گفتند که یعنی که همین قوم یثرب، مردم یثرب مدینه منوره با قبیله ها با هم به نهایت بگیم که دشمن بودند، دشمنی میکردند، چون یک مردم جاهلانه هست که. و گفتند که شاید الله سبحانه و تعالی با واسطه تو آنها را یک دل بسازد، آنها را متحد بسازد. و گفتند که ما به سوی آنها، به سوی قوم خود برمیگردیم و آنها را به سوی این دین تو ای محمد دعوت میکنیم. همان چیزی رو که از این دین از تو پذیرفتیم آنها را به سوی آن دعوت میکنیم، برایشان این دین رو پیشکش میکنیم. شاید که الله سبحانه و تعالی آنها را با این دین متحد بسازد. و گفتند که و تو عزیزتر از این دین تو دیگر چیز دیگر عزیزتر نیست و نخواهد بود اگر اینها متحد بگردند. ثم انصرفوا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم راجعین الی بلادهم، سپس آنها اهل یثرب هنگام حج خود را به اتمام رسانیدن، همین گروه از نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتند به سوی خانه های خود، رو به سوی سرزمین خود آوردند، در حالی که با دین، ایمان و تصدیق کامل بودند.
با اعتقادی باطل آمدن با اعتقاد سلیم و نیکو و خوشحال و راضی برگشتند. فلما قدموا المدینة الى قومهم، هنگامی که این مردم به مدینه نزد قوم خود رسیدند، ذکروا لهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، قوم خود را آنها را از رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان یاد کردند. دین او را، راه و روش او را، اخلاق و آداب او را به مردم یثرب رسانیدند. فدعوهم الى الاسلام، این مردم یثرب را به سوی اسلام خواندند، دعوت کردند. حتی فش فیهم، حتی که اسلام در بین مردم یثرب مدینه منتشر شد، پهن شد. فلم تبقى دار من دور الانصار الا فيها ذکر من رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچ خانه از این خانه های انصاری ها باقی نماند مگر اینکه در آن خانه ذکری رسول الله صلی الله علیه و سلم یادآوری میشد. در هر خانه نام او بود، سخن او بود، دعوت او بود، اخلاق او بود، آداب او بود، رفتار کردار نیکوی او بود. پس این سخن و این نقطه واخوری نخستین رسول الله صلی الله علیه و سلم با گروه انصار از قبیله های خزرج را اشاره میکند. چه قبیله نیکومنده، چه قبیله سعادتمند و خوشحال و خوشبخته که آنها در موسم حج در مکه صورت گرفت ملاقات آنها و اینها اولین کسانی بودند که نشانه های پیامبری آخر زمان را که یهودیان به آنها خبر میدادند در مدینه شنیده بودند، از او با خبر بودند، ولی که به اهمیت بی‌پروایی میکردند. از همین خاطر بود که آنها وقتی که این رساله پیامبر را شنیدند شناختند و اسلام را پذیرفتند. از همین جا بود که اولین آغاز منتشر شدن اسلام در مدینه منوره در یثرب شروع شد. اینا زمینه بیت العقبه نام گذاشته شد. زمینه بیت العقبه، العقبه الاولى و مصعب ابن عمیر. اکنون در اینجا قصه جالب و جدید نوع دیگر می شود. بیعت اول در عقبه فرستاندن مصعب ابن عمیر. مصعب ابن عمیر حتی اذا كان عام المقبل، می‌فرماید ابن اسحاق تا آنکه سال آینده در موسم حج از میان انصار مردم یثرب یعنی 12 مرد بر حج حاضر شدند و این مردم رسول الله صلی الله علیه و سلم را در این عقبه یعنی جای نزدیکی مینا، یک مکانی بود در مکه، رسول الله را دیدن، با او واخوردند و با رسول الله صلی الله علیه و سلم این 12 نفر از مردان مدینه بیعت کردند. بیعت بر پایه آنچه که قرآن در بیعت زنان ذکر کرده است، اینکه این یادآوری شده است در قرآن. و این آن زمانی بود که هنوز جهاد بر آنها فرض نگشته بود، زمان آن نرسیده بود. قال ابن اسحاق میگوید ان عبادة ابن الصامت قال، از عبادة ابن الصامت رضی الله عنه روایت است که گفت كنت في من حضر عقبة الاولى، میگوید من از اولین آن مردمی بودم که در همین عقبه واخوردم، در آنجا حاضر کردم. میگوید من در آن کسانی بودم که در بیعت اول در عقبه حاضر بودم. ما 12 مرد بودیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم در این نزدیکی مینا در اینجا بیعت کردیم.
بر پیمان بیعت زنان، یعنی پیش از فرض شدن جهاد بر آنکه الله سبحانه و تعالی مردم به سوی حج می رفتند، در اینجا واخری آنها اهل مدینه با رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفت. اینکه به الله سبحانه و تعالی هیچ کسی را شریک قرار ندهیم، نقطه خیلی مهم است، نقطه خیلی ارزشمندی است. که اولین اسلام آنها چی بود؟ به الله هیچ کسی را شریک قرار ندهیم. این نقطه مهمترینی است که هر کسی که میخواد اسلام داخل شود باید براءت بجوید از هر کفر و شرک و از هر طاغوت. و الله این نقطه را در سوره بقره 256 ذکر کرده است. کسی که بر طاغوت کفر می‌ورزد سپس بر الله ایمان می‌آورد، بعد درست که به یک ریسمان مستحکم چنگ زده است. پس اساس اسلام آن همین است، کفر بر طاغوت سپس بر ایمان آوردن به الله سبحانه و تعالی. پس بیعت اولین آنها چی بود؟ که به الله سبحانه و تعالی هیچ کس و هیچ چیزی را شریک قرار ندهیم، سپس دزدی نکنیم، گناهان بزرگ کبایر، زنا نورزیم. خوب دقت بدهید، این چیزهایی هستند که باید اساس دین شما، باید این را شما بیاموزید، بفهمید و از اینا دوری بجوید. و فرزندان خود را هم نکشیم، چون دوران پیش از جاهلیت اگر که دختر به زنا به دنیا آمد، از عارشانه، از بیعاریشانه آنها را زنده در خاک میکردند. و دیگر نقطه در اینجا بیعت آنها، تهمت نکنیم. تهمت نکنیم، تهمت نورزیم. امروز هم تهمت در بین مردم چی نزدیک است. هر کسی را هر سخن میگویند در حقش. از الله نمیترسه مردم. نباید سبب منتشر شدن گناه و فساد مردم بگردیم. اگر میتونیم کمک خیر برسونیم پس بکنیم، اگر نمیتونیم عقیب بنشینیم و به دیگر کار بگذاریم. و اینکه او صلی الله علیه و سلم را در کار نیک اطاعت کنیم. این تمام امور پیامبر صلی الله علیه و این نیک بود، چی امرهایش چی نهیهایش. این بود بیعت اول 12 نفر. و اگر بر این وفا کنیم، بر این عهدی که با پیامبر بستیم، اگر ما بر این وفا کنیم، برای شما جنت است. رسول صلی الله علیه و برای آنها گفتند همین عهدی که اگر شما کردید، اگر با همین عهد خود اگر بیستید، البته که باششگاه شما جنت خواهد بود. و اگر چیزی از این بیعت را شما شکستید، اگر شما شکستید، کار شما به الله سبحانه و تعالی واگذار کرده می شود. سزای شما در نزد الله سبحانه و تعالی است. هرگاه بخواد الله سبحانه و تعالی با این بیعت شکستتان شما را عذاب میکند و هرگاه بخواد شما را میبخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله جز شرک هر چیزی را میبخشد اگر بخواهد، از برای هر کسی بخواهد. ولیکن اگر انسان با شرک اگر که به توبه گذشت، دیگر برای بخشش نیست. قال ابن اسحاق، سپس ابن اسحاق میگوید که فلما انصرف عنه قوم بعث رسول صلی الله علیه و سلم معه مصعب بن عمیر. ابن اسحاق میگه که چون آن گروه از نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بازگشتند، او صلی الله علیه و سلم مصعب ابن عمیر را با آنها فرستانید و به این مصعب ابن عمیر سپارش های داد که قرآن را بر آنها بخواند، قرآن را بر آنها تعلیم بدهد، اسلام را بر آنها بیاموزاند و در دین الله آنها را فقیه بگرداند. که فهم و درک دین را برای آنها تعلیم بدهد. از این پس بود که او در مدینه با قاری مقری مدینه، قاری مدینه، خواننده مدینه معروف و مشهور شد. این مصعب ابن عمیر و قرارهای مصعب ابن عمیر در خانه اسد ابن زروره بود.
در خانه وی قرار می گرفتند. و این حادثه در سال 12 از بعثت، سال 12 از بعثت، یعنی تقریبا 1 سال قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار، این حادثه، این بیعت و فرستادن مصعب بر مدینه و به حیث یک دعوتگر رخ داده بود. و این را بیعت العقبه الاولى میگویند. یعنی بیعت اولین بیعتی که مردم از پیامبر گرفتند. چون یک بیان کردم در این بیعت هنوز اجازه جنگیدن داده نشده بود، چون ضعیف بودن، ناتوان بودن. و این معنا وادار می‌سازد که انسان اولین چیزی که باید در حیاتش بیاموزد این توحید است و اخلاق است و اساس ایمان است، شاخه های اسلام و ایمان. مصعب ابن عمیر جوان قریشی از نخستین مسلمانان و اولین مسلمان و دعوتگر به سوی مدینه در مدینه منوره تبدیل یافت. از جوان، یک دعوتگر جوان. از این قسمت عبرت می شود که نابسته از این که انسان کوچک است یا که بزرگ است و می تواند در روی الله سبحانه و تعالی خدمت نماید، اما علم را بیاموزد، سپس به علم نه. با دعوت نرمش، با حکمت‌هایش مردم آن را به سوی اسلام خواندند، دعوت کردند. سپس بیعت دوم، عقبة الثانی، بیعت دوم و سپس هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم راهش باز شدن گرفت. در اینجا اسلام و سعید ابن معاذ و اسید ابن حضیر. ابن اسحاق شروع میکنه در اینجا و ابن هشام اسلام آوردن سعد ابن معاذ و اسید ابن حضیر را، این دو شخصیت را. قال ابن اسحاق میفرماید که حدثني عبید الله ابن مغیره و عبدالله ابن ابی بکر ان اسعد زواره. این که میفرماید که ابن اسحاق که عبید الله ابن مغیره و عبدالله ابن ابی بکر به من حدیث گفتند، سخن گفتند که اسد ابن زراره با مصعب ابن عمیر بیرون شدند تا او را با خانه بنی عبدالاشحل به خانه بنی ظرف ببرند. و سعد ابن معاذ باشد پسر خاله، یکی از جن مادری او با آقای بنی ظفر شدند. همین سعد ابن معاذ پسر خاله از جن مادریش، پسر خاله اسد ابن زراره بود. و آن دو داخل یک باغ‌های بنی ظفر شدند. همه هر دویشان، سعد قبطی، اسد. و در آن روی چاهی که چاهی مریق نام داشت، به نام مریق، آنجا نشستند و گروهی از آنهایی که ایمان آورده بودند در آنجا هم جمع شدند، نزدیک آنها جمع شدند. در آنجا سعد ابن معاذ و عبید ابن حضیر سران قوم خود بودند، سرداران قوم خود بودند از قبیله بنی عبدالاشحل. هر دوشان از همین قبیله بودند و هر دو اینها هنوز هم اما اسلام را نپذیرفته بودند، مسلمان نبودند، در دین شرک و کفر و ضلالت بودند. وقتی شنیدن که اسعد و مصعب به محله آنها آمدن، هر دو این نفر به محله آنها آمدن، سعد ابن اسید گفت لا ابا لک، نه پدر بر تو. همین سخن رو گفت، یعنی عباره عربی است. اگه عباره عبارت برای تأکید سخن، یک سخن تأکید کردن،
و گفت که بیرو نزد این دو مرد که به محله ما آمدند، نزد اینها بیرو تا سادگان من را گمراه سازند. نزد این دو برای که تا سادگان ما را گمراه نسازند مردم را، یعنی که صد راه دعوت اینها بشو، یعنی به این معنا. و نزد اینها بیرو و اینها را سرزنش کن و از آمدن و از خانه های ما اینها را باز دار، نگذارشان. و فرمود که اگر اسد ابن زراره اگر خیشیمن است، پسر خاله هم است، اگر پسر خاله هم نمی بود و تو میدونی جایگاهی وی رو در نزد من، پسر خاله هستن و چیز و قدر منزلت بین هم دارند، من خود این کار رو میکردم. یعنی که اگر باید قدر و منزلتی که در نزد من دارد، اگر این قدر و منزلت او در نزد من نبود، من خود این کار رو انجام میدادم به او شخص، یعنی به اون پسر خاله‌اش. ولی به سبب خیشی به او دست نمیزنم، دست دراز نمیکنم. پس اسید ابن حضیر نیزه خود رو گرفت و با سوی آنها رفت. چون اسعد ابن زراره او را دید، به مصعب ابن عمیر گفت این راهبر قومش به نزد شما آمد. و درباره این راهبر قوم راست باش بگو، یعنی با اخلاص دعوتش کن، پندش بده. مصعب گفت اگر نشیند با او حتما سخن میگویم، با او حتما صحبت میکنم، این سردار قوم. سپس اسید نزد آنها رسید و هنگام آمدنش با خشم سخن گفت. وقتی که به آنها رسید، با آنها با خشم سخن گفت، زشت سخن گفت، آنها را تهدید کرد، سخنها گفت. و این رویداد در مدینه منوره پیش از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم اتفاق یافته بود. این کارها حالا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه قرار دارد. حالا مصعب آمده است با گروهی از این انصاری ها در اینجا دعوت خود را شروع کردند. و هنگامی که این سرداران قبیله فهمیدن که مصعب آمده است در اینجا، حالا اونها خواستن پیشگیری نمایند، نگذارند. وقتی که مصعب ابن عمیر با اجازه رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنجا فرستاده شد تا مردم را به سوی اسلام دعوت نماید و مردم را با اسلام را بر آنها بیاموزاند، اسعد ابن زراره در دعوت مردم به اسلام بر وی کمک میکرد. و هنگام همین سفر، همین ملاقات با اسید ابن حضیر و بعداً با سعد ابن معاذ سبب شد که هر دو از بزرگان این قبیله، شخصیت های انصاری بزرگ، هر دو اینها اسلام آوردند با سبب سعد ابن معاذ رضی الله عنه و با اسلام وارد شدند. و آنها اکثر قبیله های بنی عبدالاشهد از مسلمانان قرار گرفتند. و اینجا این قصه از این سعد ابن معاذ و مصعب ابن عمیر یک قصه عالی دعوت با اخلاق و با حکمت و با آرامی قرار میگیرد. مصعب اولین گوش داد سخن وی را. وقتی به نزدش آمدن، در آن نزد چاه نشسته بودن، اولین به سخن وی گوش داد. سپس با آرامی او را نصیحت و دعوت کرد و او بر وی قرآن خواند. وقتی قرآن را بر وی تلاوت کرد، سبب آرامش او گشت، سبب تغییر یافتن قلب او گشت. آتش دلش خاموش گشت و گفت قال ما جاء بكم الینا.
پس اسید ابن حضیر گفت برای چی به نزد ما آمدید و برای چی سودگان ما را گمراه میکنید؟ پیش از اسلامش از ما دور شوید، از ما دور شوید، از جان خود احتیاط شوید. که به حیث تهدید که دعوت نکنید، از اینجا برایید به خاطر حمایت نفس خود، جان خود. مصعب به او گفت اگر بنشینی و گوش کنی چی میپنداری؟ یعنی که بیا بنشین کمی سخن ما رو گوش بده، ما چی میگوییم و سوی چی دعوت مینماییم. خوشت اومد بپذیر، خوشت ناامد اختیار داری. اگر این چیز برایت پسند بیاید آن را قبول کن و اگر خوشت ناید، ناپسند آید، ما از تو آنچه پسند نمی آید باز میدانیم خود را، یک سبب عذر تو نمیگردیم. اسید گفت راست گفتی، این عدالت است. بگذار گوش میدهم چی میگویی. این هنگام اسید نیزه‌اش را که بر خود گرفته بود به زمین شیناند و زمین گذاشت و نزد این دو نشست. مصعب او را به سوی اسلام دعوت کرد و برایش قرآن خواند. چنان که روایت شده است اسعد به آنهایی که به او بودند گفتند سوگند به الله ما در چهره او نشانه های ایمان را شناختیم. وقتی که مصعب او را به سوی اسلام دعوت کرد، گوش کرد، قرآن را گوش کرد، چی گفتند اینها؟ یک گروه جمع شدگی گفتند سوگند به الله، قسم به الله ما در چهره او نشانه های ایمان را شناختیم. پیش از آن که سخنش به پایان برسد یک شکوفی را در چهرهش دیدیم، یک ملائمی را در رفتار در گفتارش دیدیم، مشاهده کردیم. آنگاه اسید گفت این چی سخن نیک و زیبایی است؟ چگونه از این سخن نیکو و زیبا چگونه میتوان روی گردانید؟ چی سخن زیبا و نیکویی است؟ و فرمود که اگر کسی بخواهد که به این دین درآید چی باید کند؟ چیکار کند؟ چگونه به این دین کسی بخواهد بدارد باید چیکار انجام بدهد؟ آنها گفتند که غسل میکنی و خود رو پاک میسازی، لباست رو هم لباس پاک میپوشی و آنگاه شهادت بر حق را میدهی. یعنی شهادت کلمه لا اله الا الله، شهادتین را و محمد رسول الله را میگویی. یعنی شهادت بر لا اله الا الله و محمد رسول صلی الله علیه و سلم. سپس نماز رو بگذاری، نماز را ادا نمایی، چون بعد شهادتین مهمترین اساسناکترین پایه های دین این نماز است. اگر انسان در روز هزارها بار اگر لا اله الا الله بگوید نماز نخواند و نماز برای کلمه لا اله الا الله برای فایده نمیدهد. ولی همین مراقب نماز خود باشیم. دومین نقطه‌ای که ذکر کرد گفت نماز را بگذاری. و این هنگامی که اسید برخاست، این سردار قبیله، این مرد نیکو غسل کرد، لباسهایش را رفته پاک کرد و این شهادت حق را بر زبان راند و 2 رکعت نماز خواند. 2 رکعت نماز خواند. سپس به آنها گفت که پس از من مردی هست، یک مرد دیگری هم هست. پس از من مردی هست که اگر او از شما پیروی کند هیچ یکی از قومش و از پیروی او باز نمی‌دارد. اگر این مرد شما سبب هدایتش بگردید، همه قوم، همه این قبیله به شما اسلام میارد. مردی که سخنش ارزشمند است. و اسید گفتی من حال او را به نزد شما میفرستم. و او سعد ابن معاذ است. و او مرد سردار قبیله سعد ابن معاذ است. و سپس نیزه‌اش رو گرفت و اسید به نزد سعد، به نزد قومش برگشت. و آنها در یک محفل نشسته بودند. چون سعد ابن معاذ دید که اسید
برمیگردد گفت سوگند به الله اسید به چهره برگشت که دیگرگونه است. از چهرهش الکی که شناختن که همین اسید دیگرگون شده است. در آن محفل هنگامی که با اسید واخوردن گفت سوگند به الله چهره اسید برگشته است، دیگر شده است از آن که در نزد ما قرار داشت. وقتی اسید نزد محفل آمد به سعد گفت چی کردی؟ چی شد؟ و این لحظه که از رویدادهای زیباترین آغاز دعوت به سوی مدینه است. زیباترین رویدادهای آغاز دعوت است. مصعب ابن عمیر نماینده رسول الله صلی الله علیه و سلم با آرامی، با منطق، با زیباترین سخن اسید ابن حضیر را به اسلام دعوت کرد. اسید که سرور قوم بود با شنیدن قرآن و نگاه به چهره مصعب و اسعد حقیقت را فهمید و فوراً اسلام آورد، مسلمان شد و او همون دم همون لحظه برای جلب راهبر دیگری که این راهبر نیکویی که اگر آن اسلام بیارد همه قبیله از او پیروی می‌نماید، در حال شو کرد خیر برای این کس خواست. برای همین اگر انسان اسلام را خوب بفهمد برای دیگران میخواد که اینو بفهماند، برای دیگران این رو برساند، خودش تنها نمیموند بلکه به دیگران هم این رو چکار مینماید؟ به دیگران هم این رو میرساند. و او همان دم در همان لحظه برای جلب نمودن راهبر دیگر سعد ابن معاذ قدم گذاشت و پس از اسلام آوردن سعد تمام قبیله بنی عبدالاشهل وارد اسلام شدند. همه قبیله اسلام آوردند. بسیار زیبا است. قدم‌های اولین اسلام در مدینه منوره یک شکوفی دانش و اسلام با سخن پاک این معاذ و همچنین دعوتگر رسول الله صلی الله علیه و سلم، این دعوتگر مبارک که رسول الله او را مصعب را برای مدینه منوره روان کرده بود رضی الله عنهم، در اینجا اسلام الکی منتشر شدن گرفت و پهن شدن گرفت. قال کلمت رجلین فوالله ما رأیت بهما بأسا. گفت من با آن دو مرد سخن گفتم، با آن دو سردار، قسم به الله، سوگند به الله که در آنها هیچ عیبی ندیدم، هیچ کمبودی در آنها ندیدم. و آنها رو از کار باز داشتم، ولی آنها گفتند ما هر چی را که تو دوست داری انجام میدهیم، هر چی که تو دوست داری ما اون کار انجام میدهیم. اما میگه که به من خبر رسید که بنی حارثه، یک قبیله دیگری بنی حارثه بر اومدن تا نزد اسعد ابن زراره تا او را بکشند. برای کشتن بنی حارثه بر اومدن تا که اسعد ابن زراره را بکشند، زیرا فهمیدن که او پسر خاله توست. پسر خاله بودن که دو نفر، و تو رو شرمنده بسازن. پس سعد در این هنگام با خشم برخاست و شتاب کرد و از آنچه که درباره بنی حارثه شنیده بود ترسید. سپس نیزه حربیش رو گرفت، جنگیش رو گرفت و از دست او گرفته و گفت به الله سوگند که من نمی بینم که تو چیزی رو پیش برده باشی، که فایده نکردی، یکم چیز فایده نکرده باشی. سپس بار آمد تا نزد آن دو رفت. وقتی که سعد آن دو نفر رو در حالت آرامی و اطمینان دید، آرامیش یافتگی هستند و اطمینان کامل دارن که اسید ابن حضیر
تنها میخواستند که تا از او نیز سخن آنها رو بشنود و در نزد آنها هنگامی که رفت در نزد آنها ایستاد، با خشم با آنها سخن گفت و به اسعد بن زراره گفت: ای ابو امامه، لقبش ابو امامه بود، به الله سوگند اگر میان من و تو رابطه خویش و تباری نمی بود، هرگز جرأت نمی کردی که این کار را درباره من انجام بدهی. آیا به نزد ما می آید در خانه های ما با چیزی که ما آن را بد می داریم بد ببینیم؟ یعنی چون پیش از این اسعد ابن زراره به مصعب ابن عمیر گفته بود که ای مصعب، به الله سوگند به سوی تو آمدم. گفت قسم به الله سوگند به سوی تو آمد سردار قوم خود، سردار قوم به سوی تو آمد که از تو و پیروی تو را بکند. و گفت که این دو سردار قبیله که هست، اگر این دو سردار قبیله قومش از آنها عقب نشینی نمیکنن، یعنی اگر اینا بپذیرند قومش هم همشون اسلام میپذیرد. مصعب در این هنگام با او گفت آیا می نشینی و میشنوی سخنم را؟ یعنی میخواست دعوت نماید. اگر سخن را تو پسند کردی قبول کردی، آن را قبول کنی قبول کن. اگر خوشت نآمد، ما از آن چیزی که نمیخواهی بر تو نمیگوییم. و سعد گفت در این هم عدالت کردی، یعنی این سخن تو سخن عادلانه است مثل پیشتر، یعنی سبب اسلام آوردنشان. و اینجا اولین دعوت اسلام در مدینه منوره است. وقتی که مصعب ابن عمیر رضی الله عنه با اجازه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تبلیغ به مدینه منوره فرستاده شد، اسعد ابن زراره او را قبول کرد، او را پذیرفت و این واقعی او سبب اسلام آوردن سعد ابن معاذ رضی الله عنه شد، سردار قبیله، که بعداً با سبب اسلام آوردن این سعد ابن معاذ رضی الله عنه تمام قوم او اسلام آوردن، قبول کردن. ثم ذكر حربة وجلس، ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الاسلام وقرأ عليه القرآن. میفرماید که سپس سعد نیزه حربی خود را نیزه‌اش را به زمین گذاشت و نشست. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه اسلام را به او پیشنهاد کرد و برایش قرآن را خواند. آنها مصعب و اسعد گفتند، هر دویشان، اسعد هم اسلام آوردگی بود و اسعد که اسلام آوردگی بود میخواست که کیم سعد هم اسلام بیارد، سعد بن معاذ، و گفت به الله قسم، سوگند به الله، ما پیش از آن که سخن بگوید، پیش از آن که سعد سخن بگوید، اسلام رو بر او حتما اول باید بشناسونیم اسلام رو بر او. از روی روشنی و آرامی چهره اسعد، سعد گفت اگر شما مسلمان شوید و به آن دین محمد داخل شوید، چی باید کرد؟ چیکار کنیم یعنی؟ آنها گفتند، مصعب و اسعد، غسل میکنی، پاک میشوی و لباست رو پاک میکنی، سپس شهادت حق رو میدهی و 2 رکعت نماز میگذاری. چون این هنگام نماز 2 رکعت بود. نماز 2 رکعت بود. سپس در این هنگام سعد برخاست و غسل کرد و لباسش را پاک نمود و شهادت را داد: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله.
و 2 رکعت نماز خواند. سپس نیزه‌اش را گرفت و همراهی اسید ابن خدیر به سعی مجلس قوم خود روانه شدند. قوم خود را به سوی مجلس دعوت نمودند و به سوی آنها رفتند، به سوی قوم خود رفتند. وقتی که قوم‌هایشان آنها را از دور دیدند، هر دوی آنها را گفتند به الله سوگند صد به چهره دیگر برمیگردد. شناختند از چهره‌اش، نه با همون چهره‌ای که رفته بود. وقتی نزد آنها آمد گفت ای فرزندان عبدالاشحل، شما درباره من چی اندیشه دارید؟ از قومش پرسید شما درباره من چی اندیشه دارید؟ سعد گفت چی فکر دارید؟ گفتند تو سرور مایی تو. گفتند چون راهبر بود که سرور بود، تو سرور راهبر مایی، تو پیوند کننده مایی، بهترین مایی، در عقل، در اندیشه، در خود هوشترین مایی و از میان مایی. قومش به سوی سعد این گونه گفتند و گفت پس از همین ساعت سخن مردان و زنان شما برای من حرام است. از همین ساعت سخنان مردان شما و زنان شما برای من حرام است. یکی با شما سخن نمیگویم دیگر. برای خود حرام کردن سخن گفتن را به مردان، بر همه شما به مردان به زمان، تا آن دمی که شما به الله و رسولش ایمان بیاورید. به سوی قومش گفت. آنها گفتند به الله سوگند حتی شام نشده تا اینکه در خانه بنی عبدالاشعث یک مرد و یک زن باقی نماند مگر اینکه همه‌شان اسلام آوردند در یک روز. حتی شام نرسیده. سپس اسعد ابن زراره و مصعب ابن عمر به خانه اسعد برگشتند و در آنجا قرار گرفتند و مردم را به سوی اسلام دعوت میکردند تا آنکه در میان انصاری ها خانه نماند مگر اینکه در آن خانه مردان و زنان آنها مسلمان شده بودند. پس این واقعه، این دعوت نشان می‌دهد که اسلام چگونه با اخلاق نیکو سخنان حکیمانه پهن شد و اسلام آوردن یک شخص با احترام، با اعتماد که سخنش می‌گذرد، سعد ابن معاذ رضی الله عنه، سبب مسلمان شدن تمام قبیله‌اش گشت. و سپس عمرو عقبه ثانیه در باب بیعت دوم عقبه، بیعت دوم، ابن اسحاق میگوید که بعد از آنکه مصعب ابن عمر رضی الله عنه به مکه برگشت، بعد اسلام آنها مصعب به مکه برگشت، از میان انصار آنهایی که مسلمان شده بودند با حاجیان از قوم خود که هنوز مشرک بودند برای موسم حج به مکه برآمدند. از برای موسم حج، یعنی در میان انصاری ها آنهایی که مسلمان شده بودند با حاجیان از قوم خود که هنوز مسلمان نشده بودند، مشرک بودند، برای موسم حج به حج آمدند. مسلمان ها با این حاجیان. وقتی که اینها به مکه مکرمه رسیدند، با رسول الله صلی الله علیه و سلم برای واخوری در نزد عقبه در یکی از روزهای میانه ایام تشریق، یعنی روزهای پس از عید قربانی، جمع شدند. و همه این آن وقت رخ داد که الله متعال برای آنها آنچه را میخواست آماده گردانید. به خاطر یک امر خاصه، به خاطر یاری رساندن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر عزت دادن اسلام و اهل اسلام و خارج ساختن شرک و اهل شرک، این بیعت دوم در اینجا شروع شد. ابن اسحاق میگوید که کعب ابن مالک گفته است
وقتی که ما از حج با پایان رسیدیم، حج رو با پایان رسوندیم و شب فرا رسید که با رسول الله صلی الله علیه و سلم واخوری رو تشکیل دادیم. آن شب با قوم خود در خیمه هایشان خوابیدیم، خواب کردیم، یعنی در اون خیمه ها. و هنگامی که 3 شب از آخر شب گذشت، ما آرامانه، یکی 3 شب گذشت، ما آرامانه از خیمه ها بر آمدیم. چگونه که میگوید که یک پرنده بیابانی است، پنهان حرکت میکند. پرنده های فعلا در بیابان هم میگوید اصلا پنهان حرکت میکنند تا که ما را کسی نبیند از قریش، تا آنکه در آن شب، یعنی در آن وادی کوه نزد عقبه جمع شدیم، آنجایی که وعدهگاهی بود که در آنجا باید صحابگان کرام همه در نزد پیامبر جمع شوند. از برای بیعت دوم جمع شدیم. میفرماید که شماره ما 73 مرد بود. اوکی، 73 مرد شماره ما، و با همراه این 73 مرد 2 زن مبارک دیگر نیز بودند. 2 زن، همگی 75 نفر. و این شب یک از بزرگترین شب‌های تاریخ اسلام قرار گرفت. 73 مرد و 2 زن از انصار با دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند برای بیعت کردن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای حمایت او صلی الله علیه و سلم. مثل اینی که چگونه که از خودشان دفاع می‌نمایند، از رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه دفاع کنند. و این بیعتی که در اینجا قرار گرفت اساس هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مدینه منوره و تشکیل اولین دولت اسلامی گردید. این بیعت 73 نفره بود، 2 زن. قال فاجتمعنا فی الشعب ننتظر رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگوید که کعب ابن مالک که ما در این وادی عقبه جمع شدیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم را انتظار بودیم تا آنکه رسول الله آمد. و با ایشان با عمکش عباس ابن عبدالمطلب هم با همراه آنها بود. اما عباس آن وقت هنوز هم در دین قوم خود بود که مشرک بود، اسلام نبود، در شرک بود، ولی دوست داشت که در این ملاقات حاضر شود، چون عمکش بود، میخواست در این ملاقات حاضر شود و بشنود چی میشنود و برای جینش، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم، اطمینان و کفالت بگیرد. اطمینان پیدا نماید، کفالت بگیرد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، اولین کسی که سخن گفت عباس بن عبدالمطلب بود و او گفت ای گروه خزرج، روایت کننده بتایست است، ای گروه خزرج، عرب ها تمام گروه انصار را هم خزرج و هم اوس به نام خزرج یاد میکردند، میشناختند، یاد میکردند. محمد صلی الله علیه و سلم از ما هست و شما میدونید که ما او را تا حال از جانب قومش محافظت میکنیم و محافظت کردیم. محمد صلی الله علیه و سلم را عباس گفته شده است. گرچند که بسیاری از قوممان درباره او مانند ما فکر نمیکنند، یعنی ضد او صلی الله علیه و سلم هستند، یعنی به او ایمان نمیآورند، ولی او، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم در میان قومش عزیز است، بدونین این را. عباس گفته شده است که هنوز اسلام را نیاورده است. گرچند که بر محمد مخالف هستند، در دین او نیستند، ولی او در میان قومش عزیز است. در شهر خود در محافظت قرار دارد. در محافظت قرار دارد. اما او صلی الله علیه و سلم اکنون میخواد
از ما جدا شود و به سوی شما به مدینه منوره برود. اگر شما واقعا بر او وفادار هستید، از او دفاع میکنید و چیزی که شما را محمد به سوی آن میخواند او را قبول دارید و محمد را از دشمنانشان محافظت میکنید، پس این مسئولیت شماست. عباس گفته ایستاده است و الله شما را در این کار موفق بگرداند. گفت باز اما گفت که در دامن که اگر شما میترسید که بعد از آمدن او به نزد شما او را تنها میگذارید و کمکش نمیکنید، پس بهتر است و خوبتر و نیکوتر است که همینجا او را ترک کنید، بگذاریدش. و خاطر آن که حال او صلی الله علیه و سلم میان قوم خود با عزت است، محافظت می شود. این هنگام بود که این انصاری هایی که در آنجا قرار داشتند در این بیعت ما گفتیم ای عباس، ما سخن تو را شنیدیم، اکنون بگذار رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن بگذار، سخن رو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بگذاریم. و گفتند ای رسول الله، برای خود و برای پروردگارت هر چی میخواهی بگیر، یعنی هر شرط دار ای رسول الله بر ما بگو، بر ما چی گفتنی داری بگو، بر ما گوش میاندازیم. انصارها گفته ایستادند و این سخن عباس رضی الله عنه که پیش از آن که گفته شد، پیش از آن که او مسلمان شود، ولی او با وجود این شرکش از جهت خویش و تباریش میخواست که جیانش با کفالت به مدینه برود، به کفالت به مدینه نرود. و عباس مردم را به اندیشیدن، به فکر اندیشه دعوت کرد تا بدونن که قبول کردن پیامبر صلی الله علیه و آله معنای جنگ با تمام عرب و حمایت از اسلام را دارد. وقتی که شما او را قبول کردید بر دیار خود، بر مکان خود، بدونید که شما شمشیر برداشتید به تمام این عرب و از اسلام باید با دندانهای خود دفاع نمایید. و این هنگام انصار گفتند که ما آماده ایم. و این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم با همه این انصاری ها سخن گفت و این شرط های بیعت که در بالا ذکر کردیم گفته شد، از جمله دفاع از او صلی الله علیه و سلم، دفاع از دین او صلی الله علیه و سلم. قال تکلم رسول صلی الله علیه و سلم، گفت پس پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به سخن آمد و سخن گفت و قرآن را تلاوت کرد در بین آنها و مردم را به سوی الله دعوت کرد و با اسلام ترغیب نمود. سپس گفت من به شما بیعت میدهم، یک پیشنهاد میدهم که شما من را حمایت کنید در آن چیزی که خود را حفظ حمایت می نماید، من را در آن حفظ حمایت نماید، یعنی در مردان، در زنان، در فرزندانتون، چگونه که از مردان، از دیگر، از زنان، از فرزندان خود دفاع می نماید، از من همین گونه دفاع می نماید. و سپس این هنگام بود که برا از دست پیامبر گرفت، از دست پیامبر به طور افتخاری، یکی افتخار کنان از دست او صلی الله علیه و سلم گرفت و یکی جسورانه گرفت از دستش. گفت ها، بله، به خدا قسم، به الله قسم، من وعده میدهم و از آنچه که تو بر آن حق بودی دفاع میکنم. و همه گفتن ما حمایت میکنیم، ما تو رو حمایت میکنیم،
از آن چیزی که در آن چیزی که خود رو حمایت میکنیم تو رو انا همون گناه حمایت میکنیم. گفتن پس یا رسول الله از ما بیعت بگیر. ای رسول الله از ما بیعت بگیر. ای رسول الله از ما بیعت بگیر به الله قسم که ما فرزندان جنگ هستیم. ما شخصان جنگی هستیم. و این حفاظتی که ما این جنگ هایی که آموختیم از سرداران خود، از کلان خود، از نسل خود همه این رو آموختیم. و سپس ابوالیثم که در متن نام او ابوالیثم ابن التیهانی آمده است نامش، سخن را برد و گفت ای رسول الله میان ما و دیگر مردان یعنی احتمالاً قوم‌های دیگر یا دشمنان هیچ گونه ارتباط یعنی که خصلت و پیوند نیست. ما با آنها هیچ پیوندی نداریم با دشمنان با دیگران. منظورش اهل یهودی که در مدینه منوره قرار دارد در آنجا. گفت و ما یعنی آنها را یعنی یهود را قطعاً باقی میمونیم که آنها در آنجا قرار دارند، در آنجا زندگی می‌نمایند در مدینه منوره. یعنی که ما رابطه را با آنها اگر بخواهیم قطع کنیم قطع میکنیم. رابطه را اگر بریده بخواهیم بریده کنیم بریده میکنیم. یا که اگر رابطه را ما با آنها قطع نماییم آتش ضدیت دشمنی بین ما بین آنها قرار میگیرد. آیا ممکن است که ما بدتر این کار انجام بدهیم؟ حاضر نه بدتر، یعنی هر چیز به وقت و ساعتش. اینه که انصاری ها احساسات خود را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسئولیت بزرگ انصار احساس خود را بر پیامبر نشان دادند. یعنی آنها آماده بودند و آماده شدند برای محافظت از رسول الله صلی الله علیه و سلم، از عائله اش، از فرزندانش. و این برای با طور قطعی بر این بیعتی که باید بشود پاسخ داد. ثم تبسم رسول الله قال این هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنان آنها را شنید تبسم کرد و سپس گفت خون با خون است، خون با خون است. یعنی که حمایت خون با خون حمایت کرده می شود. ویران کنی با ویران کنی است. من با شما هستم و من با شما هستم، از شما هستم و شما با من هستید، از من هستید. صلی الله علیه و آله گفت. گفتن که من با آن کسی می جنگم که شما با او می جنگید. من آشتی میکنم با آن کسی که شما با آن آشتی میکنید. چون در اینجا ابوالیثم گفتیم نامش ابوالیثم بود، ابوالیثم ابن التیهان در مورد یهودیان مدینه سخن گفت. و من می جنگم با آن کسی که شما می جنگید، من آشتی میکنم با آن کسی که شما آشتی میکنید. و سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود از میان خود 12 نفر نائب، یک راهنما، 12 نفر راهنما، یک نماینده برآیید. 12 نفر برآید و آنها مسئولان قوم‌های خود باشند. این 12 نفر و از این کارهای مردمان خود نظارت کنند، بنگرند، مردم را زیر نظارت قرار بدهند، در چه احوال هستند، در چه فکر هستند. و پس از این مشورت
در این شب آنها 12 نایب را انتخاب کردند از این گروه و 9 نفر آنها از این قوم خزرج بود و 3 نفرشون از قوم اوس بود از قوم اوس. و در اینجا عباره‌ای که پیامبر الله گفتن الدم و دم و الحدم و حدم معنای اتحاد و برادری قوی بودن را دارد، خون با خون. یکی سرنوشت ما و شما همه یک است، ویرانی شما ویرانی ماست، اصلاحی شما اصلاحی ماست. و معنای قول پیامبر صلی الله علیه و آله که احارب من حاربتم که بر آنها گفتم من جنگ میکنم با آن کسی شما جنگ نمایید، صلح میکنم با آن کسی که شما صلح میکنید صلی الله علیه و سلم گفتن. پس این دومین بیعت بود، بیعت عقبه بود که به سبب این بیعت رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازت هجرت به مدینه یافتند. همین بیعت راه هجرت را بر مدینه منوره گشوده کرد. پس در اینجا 12 نائب مثل امرای قومها جدا کرده شد برای مسئولیت پهن کردن اسلام و نگاهداری عهد بین مردمشان تا که بگردند. قال ابن اسحاق ابن اسحاق میگه حدثني عبد الله ابن ابي بكر ان رسول الله صلی الله علیه و قال لنقباء. ابن اسحاق میگه که عبدالله ابن ابی بکر به من خبر داد که رسول الله صلی الله علیه و سلم با این ناقبان یعنی نمایندگان گفت به اینها شما نسبت قومتان مثل نسبت به خودتانید، شما مثل نسبت قومتان مثل نسبت به خودتانید، چنان که حمایه حواریان از جانب عیسی ابن مریم دارند. 12 نفر حواریان بودن که از صحابگان عیسی علیه السلام ده حواریان گفتن 12 نفر بودن. شما انا همین گونه انسان هستید، حمایتگر از عیسی علیه السلام میکردن، شما نیز آنها را حمایت میکنید و من کفیل حمایتگر قوم خود هستم. آنها گفتند بله. وقتی که میگوید که ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردیم، شیطان از زیر عقبه با آواز بلندی که من آن را بلندتر میگه بالاتر شنیدم فریاد زد. در اینجا شیطان فریاد زد، گفت ای اهل جایگاه ها، ای اهل منزل ها، آیا شما با مزمم و ثباته که همراهان او مناقشه دارید، کشمکشی دارید؟ اینها جمع شدند و علیه شما جنگ کرده میکنند. و رسول الله فرمود از این گروه عقبه است، از این زمره عقبه است، این فرزندی عزیب است. گفت تو گوش میکنی ای دشمن خدا؟ رسول الله بر او گفت، بر شیطان گفت تو ای دشمن خدا، تو هم گوش داری، تو گوش میکنی؟ به الله سوگند که من تو را محو میکنم، نابودت میسازم. یعنی سپس عباس ابن عبیده و ابن ندله به او گفت به الله سوگند که تو را به حق فرستانده است. قسم خورد که به الله سوگند که تو را به حق فرستانده است، اگر خواهی ما فردا با همین پیرانهای خود به سوی اهل میدان میبریم، یعنی که با این مردم حمله خواهیم کرد. اگر تو بخوای ما آماده هستیم. یعنی صحابگان کرام آمادگی جنگ پیشنهاد کرد. این عباس ابن عبیده. پیامبر الله گفت ما با این امر
یعنی هجرت به جنگ مقرر نشده ایم. اینکه ما تا حال بر امر بر جنگ مقرر نشده ایم، وظیفه نشده ایم، بلکه بازگردید، به خیمه های خود بازگردید. میگه که پس از آن ما با جایگاه های خواب برگشتیم، با خیمه های خود برگشتیم و در آنجا خوابیدیم تا سحر، تا اینکه سحر شد. و در اینجا یک نقطه احساساتی وضعیت را بر ما نشان می‌دهد. وقتی شیطان یک نشانه دشمنی را هنگام بیعت شدن، یک ناآرامی را صدا زده پیدا کرد، خواست ناآرام بسازد او پیامبر را با همراهی آن کسانی که هستند. و این هنگامی که پیامبر الله صلی صدا زد و این آرامی را نگاه داشت، چون وظیفه اساسی این جنگ نبود، خواست آتش جنگ را در آنجا بیافکند و پیامبر این را آرام کرد و حالا وقت جنگ نیست. و اینجا که عباس از پیشنهاد جنگ نشان می‌دهد که انصار جسارت داشتند، شجاعت داشتند، آمادگی جسمانی داشتند. و پاسخ پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلام میکند که این مرحله وقتی سیاسی و وقتی سازش بود، نه وقتی حمله. حاضر وقتی حمله نیست. و میگوید که وقتی که ما سحر شد، اشخاص بزرگی سروران قریش به سوی ما آمدند. بزرگان سرور قریش به سوی این انصاری ها آمدند و به نزد منزل های ما رسیدند. آنها گفتند ای گروه خزرج، به ما رسیده است که شما نزد یار ما یعنی محمد صلی الله علیه و آله آمدید. میخواهید او را از میان ما بیرون برید؟ شیطان علیه خبرش رسانید. بیرون برید، او را از ما ببرید و با او بیعت بکنید تا با ضد ما شما بجنگید. شما این رو کردید، این رو میکنید، این مقصد ها رو دارید. و گفتن که به الله قسم که در بین همه قوم‌های عرب هیچ قومی نیست که ما بیشتر از آنها نفرت داشته باشیم مگر جنگ میان ما و آنها آغاز گردد. جز شما، بجز شما. ما با عرب جنگ نمیکنیم. و گفت، میگه پس گروه از مشرکان قوم ما از انصار، ما در اول قصه گفته بودیم که چیز در آنجا از انصاری ها از مدینه منوره مشرکان آنجا آمدند، از برای حج آمدند، در جای انصاری با اونا پیوستن آمدند. یعنی گروه از مشرکان قوم ما از انصار از جایشان برخاستند و به الله سوگند یاد کردند، سوگند خوردند که این گونه چیزی نشونده است. اونا چیز نشوندن، فعلا اونا نشوندن چیزی رو و به ما این خبر هم نرسیده است، به ما این خبر رو هم ندادن و آنها درست گفتن. نه چون باید اصلا مشرک بودن، هیچ چیزی رو خبردار نبودن اصلا، زیرا حقیقت بیعت مخفی که در آنجا شده بود از آنها بیخبر بودن. اصلا اینها شب بود و این هنگام مردم از مینا، آنجایی که برای انجام حج است در آنجا بودن، پراکنده شدند. ولی قریشی‌ها برای تحقیق خبر آنها آرام نگرفتند، جستجو کردند. آنها فهمیدند که واقعیت چنین عهد صورت گرفته است، البته این رو پی بردند، فهمیدند و پی بردند. و هنگامی که این رو پی بردند، از پی همین گروه انصاری هایی که بیعت کردند از پی امینها شدند و اینها دو نفر را در راه یافتند، سعد ابن عباده را و المنذر ابن عمرو، برادر ابن سعیده ابن کعب ابن خزرج بود. و هر دو اینها و سعد و ابن عمرو، هر دو اینها در این مناقب در این نمایندگی بیعت کرده بودند، اشتراک کرده بودند. اما منذر باشد ابن عمرو
توانست از دست آنها بگریزد. وقتی اینا دستگیر شدند منذر از آنها خلاصی یافت ولی سعد دستگیر شد. وقتی که دستگیر شد این سعد را دستانش را به گردنش با ریسمان بستند. در همون رحل شترش بستند او را، در شترش بستنش و این سعد را کشان کشان به مکه آوردند. آنها را می زدند و از موی درازی که داشت از سرش می کشیدند، زیرا سعد یک مرد مویدار و زیبایی بود. یعنی در اینجا معلوم میشه که پس از بیعت عقبه و پس از این بیعت قریش زود پی بردند و در این مینا آمده رسیدند و مشرکان آن قوم از انصار از این خبر نداشتند و قسم خوردند که ما چیزی از این بیخبر هستیم، ما آرام هستیم. با وجود این که گفتیم که این قریشی ها به تحقیق شروع انداختند و آرام نگرفتند و 2 نفر را دست گرفتند، سعد ابن عباده را. یکیش گریخت، دیگرش به دست افتاد. که این سعد بعداً از بزرگان انصار شد. در این حادثه که به دست آنها افتاد لطکوب شد، آزار و اذیت یافت. ولی با شفاعت بعضی از شخصان قریشی ها بعداً آزاد کرده شد. بعداً آزاد شد. سعد رضی الله عنه در این هنگام گفت به الله سوگند هنوز در دست آنها بودم، در زیر دست آنها بودند و ما را این طرف و آن طرف میکشیدند. یک مرد از میان آنها نزدم آمد و گفت وای بر تو، وای بر تو، میان تو و هیچ یک از میدان قریش پیمان محافظت یا دوستی نیست سوال دارد. یعنی تو و این مردم قریش یکم پیمان صلح و دوستی یکم چیز نیست؟ سعد میگه که من گفتم بله، به الله قسم بله، من برای جبیر ابن مطعم ابن ابی ابن عدی ابن نفیل ابن عبدالمناف تجارتش را پناه میدادم. این سخن را گفت چون سعد سردار قوم بود. گفت بله، من این قبیله های شما رو، تجارت های شما رو که به نزد خانه ما میگذاشتن، قبیله ما میگذاشتن، شهر ما میگذاشتن، من اینها رو پناه میدادم و نمیگذاشتم که در سرزمین کسی این تجارت های آنها ظلم شود، گرفته شود، دزدی کرده شود. آنها را حمایت میکردم. و همچنین برای حارث ابن حرب ابن امیه ابن عبدالشمس ابن عبدالمناف نیز چنین میکردم. یک تجارت کلان قریش را در شهر خود زیر حمایت قرار دادگی بود از دزدان و راهزدان از قبیله های دیگری. آن مرد گفت نامه های این 2 مرد را بلند بگو و آنچه که میان تو و این 2 مرد ذکر نما از حمایت آنها، از تجارت آنها. سعد میگه که من چنین کردم و این 2 مرد به نزد من برآمدند، جبیر و حارث، و آنها را میگه در مسجد در نزد کعبه یافت و گفت مرد از خزرجیان حالا در عذاب است، در آن کنار مکه لطکوب می شود و نامه های شما هر دوی شما را گرفته ایستاده است. و میگوید که میان شما و آن مرد یک عهدنامه هست، چون آنها را سعد حمایت میکرد که تجارت آنها را. آنها گفتند کیست آن مرد؟ گفت سعد ابن عباده. آنها گفتند به الله قسم راست گفت، به الله قسم راست گفت، اینکه همون یعنی که ما را فراد زد.
او واقعا تاجران ما را پناه میداد و نمیگذاشت که سرزمین او از سرزمین او کسی بر ما ظلم کرده شود. در این هنگام هر دو نزدی سعد رفتند که در آنجا سعد را دستگیر کرده بودند. نزد او رفتند و دست او را آزاد کردند و سعد آزاد شد و رفت. پس این نشان می‌دهد یک اخلاق نیکویی را. پناه دادن مسافران چگونه سبب نجات سعد ابن عباده شد. تجارت آنها و او پیش از اسلام با جوانمردی و حمایه ضعیفان مشهور بود. سعد و همین نیکی پیشینه او سبب شد که دو سرور قریش جبیر و حارث او را حمایت کردند و از قومش این را رها کردند، آزادش کردند. چون الله می‌فرماید هل جاء الاحسان الا الاحسان. آیا پاداش نیکی را جز نیکی دیگر چیزی هست؟ نیست. و در اینجا قصه می شود که در اینجا نآورده استش همین سعد هنگامی که آزاد میشد قسم به الله میخورد. و شاید در آینده بیارش. قسم به الله میخورد که دیگر از این پاپس یکی از تجارت های شما یک شتر شما به نزد خانه ما نمیگذارد و آنها را هم من میکند. چنان تجارت آنها را من می‌سازد چنان من می‌سازد که آنها در قحطی میافتند. حتی نزد پیامبر زاره و تولاکنی میرن قریش‌ها که چیز بگذار اینو که برای نصیحت نما که تا که تجارت ما را بگشاید، تجارت ما را بگذارد. مردم از گرسنگی مردن و پیامبر پس نصیحت می‌نماید بعد تجارت وایو شده میشود و آنها صاحب رزق و روزی زندگی می‌گردند. شاید ذکر شود در آینده. و سپس در اینجا شروطی همین بیعتی که بیعت آخر کشیده بود. ابو اسحاق میگوید که شروط بیعت عقبه آخر، بیعت دوم. ابن اسحاق میگوید که در بیعت جنگ عقبه آخر وقتی که الله متعال بر رسول خود اجازه جنگ داد، شرط‌هایی بود که در شرط‌های بیعت اول فرق داشت. شرط‌هایی که در بیعت دوم از بیعت اول فرق داشت. بیعت اول یعنی عقبه اول گفتیم ما نزد بیعت زنان بود. زیرا آن وقت الله سبحانه و تعالی هنوز بر رسول الله صلی الله علیه و اجازه جنگ را نداده بود. ولی وقتی که الله اجازه داد که رسول الله صلی الله علیه و در عقبه دوم آنها را بیعت گرفت، از اونها بیعت گرفت بر جنگ، یعنی که از من دفاع میکنید، منم از شما دفاع میکنم با همه نوباسته از رنگ و شکلش همه قوم ملت. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خود حقوق حمایت طلب کرد و برای پروردگارش از آنها شرط‌های گذاشت و بر آنها وعده های داد که اگر به آنها به این وعده ها اگر که وفا کنند جنت برای آنها خواهد بود. ابن اسحاق میگوید که عباده ابن صامت رضی الله عنه که یکی از 12 نفر نقیبان بود، هم پیمان ها بود که بعد از آنها افتاده بودند، میگوید که ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت جنگ بستیم، یعنی حمایت میکنیم از رسول صلی الله علیه و سلم تا جنگ هم. و عباده از همان 12 نفر بود که در بیعت اول به مثل بیعت زنان بیعت کرده بود. میگوید ما بیعت کردیم بر شنیدن و اطاعت کردن بر امر رسول صلی الله علیه و سلم، در تنگدستی، در فراخدستی، در خوشحالی، در سختی، در خوشنودی، در تنگی و حتی اگر دیگران بر ما برتری یابند، یعنی اگر بی‌عدالتی شود هم ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. و اینکه با امیران خود گوش میدهیم، با رهبران خود میشنویم و از آنها اطاعت میکنیم،
با آنها جنگ و جدال نمی کنیم و هر جا که باشیم حق را بگوییم و در راه الله سبحانه و تعالی از ملامت کنندگان هم نترسیم گفتن. این رو بیعت عقبه دوم آغاز دولت اسلامی در مدینه شد. پس این شرط ها نشان می‌دهد که اسلام نه تنها دین است بلکه یک نظام حیات، وفاداری بر حق بودن و مسلمان باید با رهبر خود، با امیر و رهبر و سردار خود که مسلمان باشد اطاعت کند، حتی در سختی هم با او باشد. بیان حقگویی و راستگویی که مهمترین خصوصیت های مسلمان است، این حق را حق گفتن و راستگو بودن، از جمله دروغگویی نبودن. اگر با این بیعت انسان قرار گذاشت، مکافات وفای او چه بوده است؟ جنت. اگر در این استقامت با این عهد استقامت پیمان بست. و در اینجا سپس نزول امر رسول للقتال فی القتال، که نازل شدن فرامدن امر الهی بر رسول الله در جنگ و بیان هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بیان سازش هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع می شود که این رو اگر که زنده و سلامت باشیم درس دیگر با همراه شما خواهیم گرفت. در اینجا از این سیرت نیکوی پیامبر درس و بیتون میرسونیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه. اگر یک کس سوال داشته باشد مرحمت، کسی سوال داشته باشد مرحمت، سوالهای خود را بنویسید. یکی دست میبردارید. کسی سوالی دارد؟ اگر سوالی هست؟ هیچ کس سوال ندارد؟ خیلی سوال نباشد؟ خوب. امیدوار هستم که چیزی فایده به دست آورده باشید. از درگاه الله سبحانه و تعالی این امید را بر شما داریم. اگر که زنده و سلامت باشیم باذن الله تعالی در درس آینده ان شاء الله از این مکان‌های زیبای زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم که در این بیعت که شد و بیعت بر جنگ نشد و تا که خون حمایت شود و امر بر دعوت به سوی الله شد و صبر در آزار و اذیت مردم و گذشت از جاهلان بود، گذشت کردن از جاهلان. در اینجا از دست دیگه ما شروع می‌نماییم. باذن الله تعالی زنده و سلامت باشیم و همچنین بیان اجازه جنگ و همچنین بیان هجرت رسول صلی الله علیه و سلم و هر نقطه هایی را که توان داریم با همراه شمایان از این سیرت مبارک خواهیم گرفت باذن الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سازن خوبن ان شاء الله. الحمدلله سازتون خوب هستیم. امیدوار هستیم که شما هم ساز خوب باشید. من سوال دارم درباره زنهای پیامبر صلی الله علیه و از کجا میتوانیم معلومات یافته؟ چه پیامبر با زنانش رفتار میکردند؟ درباره این کتاب‌های هست به زبان تاجیکی. الله داناتر است که باشد نباشد، شاید به زبان روسی باشد. من در کجای چشمم رسیده بود به زبان روسی می نویسید پیدا می شود، یا اینکه به زبان انگلیسی، نه که به زبان تاجیکی تا حال نشده است. ولیکن
اگر که زنده باشیم سلامت باشیم در حق ما دعا نماییم الله در عمر ما برکت بدهد در وقت ما برکت بدهد. نیت هست که همین زندگی نامه ازواج پیامبر زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم رو و معامله آنها حیات آنها رو بیاموزیم، چون خودم اصلا این رو میخواهم که برای خود یک دست عبرت بگیرم و به دیگران هم برسونیم. باذن الله تعالی این مسئله را در آینده میبینیم ان شاء الله، اگر الله برای ما قوت بدهد و قدرت بدهد باذن الله تعالی. الله ما و شما را موفق بگرداند و توفیق بدهد. سوال هست؟ کسی سوال دارد؟ از کتاب لمعة الاعتقاد هادی الى سبیل الرشاد بخونیم. و در این کتاب در بیان ذکر بعضی از احادیث در باب صفات الله سبحانه و تعالی است. در باب ذکر بعضی از احادیث، فقط بعضی از احادیثی که در اینجا صاحب کتاب ابن قدامه مقدسی رحمه الله تعالی آورده است، در اینجا از این کتاب ذکر یادآوری میکنیم باذن الله تعالی. ادامه بدهیم. کی میگه ادامه بدهیم، کی میگه توقف کنیم؟ بله خوب میشد. بله وقت ما انشاءالله که هست. همین شما خواهش داشته باشید ما برای شما وقت کجا بسید جان میدهیم. یک کس خیلی بود است، یک کس میخواستگی بود است، دیگران چی؟ و مثل که دیگران میخواهند ولی که نگفته ایستادند. در کمه بنویسید. خواهشمندانه در کمه بنویسید. بارک الله فیکم. یک کس هم باشه به خاطر یک کس میگیریم. در اینجا از این کتاب مبارک ذکر بعض احادیث صفات با یک کسی دیگری هست انشاءالله که همه میخواهند. اگر نمیخواستن ولی بار مادر رفته بودن شما در اینجا برکت است. الله خیرتان دهد. درس رو شروع می‌نماییم. بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد ذکر می‌فرماید که در بیان ذکر بعضی از احادیث صفات و من سنت قول نبی صلی الله علیه و سلم. ابن قدامه می‌فرماید که از سنت سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. می‌فرماید ربمان پروردگارمان هر شب به آسمان دنیا فرود می‌آید. پروردگارمان هر شب به آسمان دنیا فرود می‌آید. و ابن قیم در کتاب اجتماع الجیوش فرمودن که و فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که الله از توبه بنده اش شاد می شود. الله از توبه بنده اش شاد و خرسند می شود. و صفت دهم این نزول است. صفت دهمی که در این کتاب ذکر شده است این نزول است. نزول فرود آمدن، یعنی نزول الله فرود آمدن الله به آسمان دنیا از صفت هایی است که با سنت و اجماع صحابگان ثابت شده است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ینزل ربنا الى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر. ربمون پروردگارمون هر شب وقتی که سه یکی قسم آخر شب باقی میماند به آسمان دنیا فرود می آید.
فیقول و میگوید چی میگوید؟ من یدعونی فاستجیب له، کیست که مرا دعا کند تا دعای او را اجابت کنم، کیست که من را بخواند از من دعا طلب کند تا دعای او را اجابت کنم. این حدیث در صحیح بخاری در کتاب تهجد باب درباره یا که در بیان دعا و نماز تا آخر شب آمده است. حدیث تحت رقم 1145 و در صحیح مسلم در کتاب نماز مسافر ذکر شده است از حدیث ابی هریره رضی الله عنه و همچنین حدیث ابی سعید خدری. پس سلف صالح درباره واقعیت نازل شدن الله، فرود آمدن الله اتفاق نظر دارند. برای این صفت نازل شدن الله سبحانه و تعالی به آسمان دنیا چگونه که حدیث را خواندیم اثبات شده است باید اثبات نماییم بدون هر گونه تحریف، بدون هر گونه تعویل، بدون هر تکییف و تمثیل. نزول واقعی، فرود آمدن واقعی، آنچه که موافق و لایق مقام او سبحانه و تعالی است. اما اهل تعطیل میگویند که نزول از نزول امر اوست، میگویند نزول امر اوست یا رحمت است یا ملائکه که فرمان او را میآورد اجرا میکند است. ولی این تفسیرهای نادرست هستند، چون این تفسیرها مخالف گفته سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اگر منظور در اینجا امر یا که رحمت چگونه که اهل تعطیل میگویند یا که ملائکه است، اگر این میبود و گفته اینها اگر این میبود و نزول نمیتوانست با چنین کلمات که پیامبر گفتند که کی ما را دعا میکند تا دعای آنها را اجابت بکنیم، من یدعونی فاستجیب له، کی دعا میکند تا دعای او را اجابت نماییم. و فرموده است که یعجب ربک من الشاب لیس له صبوه، پروردگار تو از جوانی که حواسهای جوانی را ترک میکند تعجب میکند. حواسهای جوانی را ترک میکند تعجب میکند. این حدیث را امام احمد در مصحف و ابو یعلا در روایت ابن لحیه نقل کرده است و حسیمی گفته است که سلسله زنجیر این روایت ها حسن هستند، خوب هستند. وقتی که ما صفت نزول الله سبحانه و تعالی را با این حدیثی که از رسول الله ثابت شده از وقت این حدیث رو که در صحیح بخاری و مسلم روایت از وقت ما اینو فهمیدیم درک نمودیم دیگه یگام جای اشکالش نیست، دیگر هیچ گونه تعویلی باید در نزد انسان صاحب عقل صاحب معرفت پذیرفته نشود، چون سرور دو جهان این را گفته است و رسول الله نمیگوید چیزی را از هوا و هواس خود. وحی الهی از سخن او صلی الله علیه و سلم. و سپس صفت 11 العجب یعنی حیرانی. یعجب ربک، پروردگار تو جوانی که حواسهای جوانی رو ترک میکند تعجب میکند. حیرانی تعجب، این صفت از صفات الله لایق شایسته او سبحانه و تعالی است. حیرانی تعجبی از صفت است که برای الله سبحانه و تعالی در قرآن و سنت پیامبر ثابت شده است و اجماع علما ثابت می شود. بلکه الله سبحانه و تعالی در سوره صاد آیت 5 می فرماید که بل عجبت و یسخرون، بلکه تو حیران شدی و آنها مسخره میکنند. این آیت نشان میدهد که پیامبر صلی الله علیه و سلم از کفر آنها تعجب میکرد،
از عناد و سرکشی آنها تعجب میکرد، اما آنها با سخنان حق مسخره میکردند. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یعجب ربک من الشاب لیس له صبوه، پروردگارت از جوانی که هیچ گونه میل و گرایش به گناه ندارد تعجب میکند. جوان است، هر کار را انجام داده میتواند، ولیکن از به این میل ندارد، به این میل نمیکند. این حدیث را امام احمد در مسند روایت کرده هستند از عقبه ابن امیر با سند مرفوع که سنده که بر رسول الله میرسد. و اینجا سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم لیس له صبوه، یعنی که هیچ میلی به سوی گناه ندارد، تعجب میکند الله سبحانه و تعالی. اشاره به جوان است. گوش بدهید خواهران و برادران، اشاره به جوان است که در سن جوانی قرار دارد، با وجود میل و خواهشش و هوا و احساسات طبیعیش از گناه خود را خودداری میکند، برای حق قدم میزند، نوبسته از میل و خواهش، از احساساتش، همه این را یک طرف گذاشته به سوی حق قدم میزند. و در سنده که این حدیث از ابن لحیه ذکر شده است، در بین محدثین بعضی از راویان گفتند که با ضعیف بودن اشاره می شود. این حدیث از روایت ابن لحیه، از این رو باید در صحیح حدیث احتیاط شود، احتیاط کنیم، گرچه که مضمون این حدیث با تعلیمات اسلامی موافق است، صحیح است. یعنی و صحابگان کرام رضی الله عنهم همگان در تعیین نمودن، اثبات نمودن صفات حیرانی الله سبحانه و تعالی اتفاق کرده بودند. برای همین لازم است برای ما و شما این که صفات الله را، این صفات الله سبحانه و صفات حیرانی را بدون تحریف، بدون تعطیل، بدون تحریف، بدون تمثیل، بدون مثال زدن، منعکس کردن قبول کنیم، بپذیریم. این حیرانی واقعی است و موافق شأن و بزرگی الله سبحانه و تعالی است. یعنی که در اینجا ما در بیان صفت عجب، تعجب کردن الله، حیران شدن الله سبحانه و تعالی، الله هم حیران می شود در بعضی مسائل از بندگانش. اما تفسیر اهل تعطیل رد کنندگان صفات الله سبحانه و تعالی هستند. اهل تعطیل گروه از عالمان که صفاتهای الله را از معنای ظاهری رد میکنند، از مردم عجب، حیرانی، پاسخ دادن علما بر این کسانی که تفسیر کردن این را به سوی بی‌عدالتی. اما مؤلف ابن قدامه این تفسیر آنها را رد میکند، چون یک گروه از علما شاید این را تفسیر کرده باشند به معنای مخالف ظاهرش. برای همین ابن قدامه این را تفسیر میکند، به آنها رد میکند سخنی کسانی که این را تفسیر کردن و با تعطیل کردن این را تغییر دادن. بر همون قاعده چهارم ما در دست دوم که اول گرفته بودیم. پس نوعهای تعجب کردن، نوع اول از تعجب که از ندانستن سببها به پیش می آید، از نادانی به پیش می آید. یعنی که این نوع معنای آن را دارد که یک شخص از سبب نادانی، نادرست فهمیدن واقعه ها یا از نامعین بودن تعجب میکند با کاری با چیزی. انا همین نوع تعجب برای الله سبحانه و تعالی ناممکن است، زیرا الله سبحانه و تعالی به همه چیزها دانا است
و هیچ چیز از دانش الله سبحانه و تعالی و از حکمت او پنهان نیست. اما نوع دومی از تعجب کردن، تعجبی که از مشاهده چیز برمی آید، از دیدن چیز برمی آید که از دیگر حالات فرق میکند یا برخلاف انتظار است، انتظار شدن و چیزی، در حالی که شخص از آن آگاه است. الهی بر این تعجب میکنه در این فعل. چون قول الله را خواندیم، پیامبر صلی الله علیه و در تعجب کرد در چی؟ در اسلام آوردن آنها در حالی که حق آمده است. و این نوع تعجب به الله ثابت است، زیرا این به دانش و حکمت او سبحانه و تعالی برمیگردد. نشان دهنده فضل و حکمت او سبحانه و تعالی است. پس الله سبحانه و تعالی تعجب رو به معنای انسانیش بگیریم ندارد. آن تعجبی که انسان دارد مانند حیرانی یا نادانی، با مانند نادانی گرفتن که انسان از روی نادانی چیزی را تعجب میکند و از کار است. این از الله چه بوده است؟ ممتنع است، ناممکن است. بلکه تعجب الله سبحانه و تعالی معنای بزرگی حادثه را نشان میدهد، اشاره بر مهم بودن آن مسئله، آن چیز، و این با دانش و حکمت او سبحانه و تعالی مطابق است. شیخ می‌فرماید که این شرح در صفت ضاحک، یعنی که خندیدن الله سبحانه و تعالی که نسبت الله سبحانه و داخل دارد، که از روی سنت و اجماع سلف ثابت شده است بیان می‌شود. و شرح حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که یضحک الله علی رجلین یقتل احدهما الاخر. الله متعال با دو مرد میخندد، با دو مرد میخندد. یکی یعنی خوشنود میشد الله سبحانه و تعالی، بر آنها میخندد. برای چی؟ که یکی از آنها دیگری رو میکشد، یکی از آنها دیگر رو میکشد. یدخلان الجنة ولیکن هر دوی آنها داخل بهشت میشوند. الله میخندد، یعنی که خوشنود میشود. یکی دیگر رو به قتل میرسانه که بالآخر چیز هر داخل بهشت میشوند. یعنی منظور در اینجا رسول الله اون شهر داده است، میگه یقاتل هذا فی سبیل الله، یعنی یکی از این در راه الله سبحانه و تعالی میجنگد و این که در راه الله جنگید کشته میشود. کسی که این را کشت و کافر بود، فهمو؟ این کشته شده در راه الله شهید میشود، داخل بهشت میشود. سپس آن کسی که این را کشت وی را الله سبحانه و تعالی به اسلام هدایت میکند و اسلام میارد و توبه میکند و از این کاری کردهش اسلام میپذیرد و سپس در راه الله میجنگد و این هم چیز شهید میشود. که این حدیث رو در بخاری در کتاب جهاد در باب کافر مسلمان رو میکشد و سپس توبه میکند و شهید میشود ذکر کرده است تحت رقم 2826. و مسلم هم در باب امارت در باب تفسیر دو مردی که یکی دیگر رو میکشد و هر داخل بهشت میشوند ذکر کرده است این حدیث رو، که یکی از آنها در راه الله میجنگد و کشته میشود، شهید میشود. بعد از آن الله با قاتل به این کشنده توفیق میدهد، توفیق توبه کردن رو و اسلام رو میپذیرد و در راه الله سبحانه و تعالی شهید میشود و از دنیا میگذرد. پس صفت ضحیک یعنی خندیدن ثابت است در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. صفت خندیدن الله سبحانه و تعالی با سندهای صحیح ثابت شده است. این صفت حقیقی است که الله سبحانه و تعالی لایق است و نباید این صفت الله صفت خندیدن ضاحک الله سبحانه و تعالی تشبیه شود، قیاس کرده شود به مخلوقات، یا که تعطیل رد کرده شود یا تعویل دیگرگون کرده شود. نباید این گونه قبول گردد. پس معنای ضاحک خندیدن برای الله سبحانه و تعالی حقیقی است. اما معنای خندیدن الله سبحانه و تعالی چگونگی آن با ذات الله سبحانه و تعالی موافق است و با خندیدن انسان یا مخلوقات به هیچ گونه شباهت ندارد.
و صفت خندیدن این نشان دهنده رضایت است و رحمت و احترام الله سبحانه و تعالی به بعض از اعمال و بعضی از حالات هاست. فهمو؟ پس بیان تفسیر این حدیث خندیدن الله سبحانه و تعالی نشانه رضایت و رحمت اوست که در این مورد به فضیلت بزرگی توبه و شهادت اشاره میکند. توبه بنده و شهادت او اشاره مینماید. و این چنین این خندیدن الله سبحانه و تعالی حکمت کامل الله را نشان میدهد که چگونه شخص میتواند پس از گناه بخشیده شود و همچنین الهه بر بخشیدن به درجه بلند هم برسد. این قسمت نشان میدهد که انسان هیچگاه از رحمت الله ناامید نباشد، همیشه به سوی الله توبه کننده باشد هر عملی که انجام داده باشد. اما در مورد صفت خندیدن الله سبحانه و تعالی اجماع سلف صالح اهل سنت و الجماعت بر آن اتفاق دارند که خندیدن یکی از صفاتهای الله است و آن را باید بدون تحریف دیگرگون کردن معنا یا لفظ قبول کنیم و بدون تعطیل، بدون انکار کردن این صفات قبول نماییم و بدون تشبیه مانند کردن با مخلوقات این را چکار نماییم و اثبات نماییم و بدون تکییف، بدون تفسیر چگونگی صفات بپذیریم. هر صفات را ما باید انا همین گونه قاعده قد بپذیریم و قبول نماییم. و هر کسی را دیدیم که اگر که صفات الله را تفسیر می نماید، تعطیل می کند یا که تشبیه می کند، انکار می کند، مانند می کند، هر چیز بدون که از اهل ضلالت است. اما تفسیر اهل تعطیل باشد، تعطیل کی است؟ انکار کنندگان صفات. گروه از اهل تعطیل آنهایی که صفات الله را انکار می کنند یا معنای ظاهری آن را رد می کنند یا تغییر می دهند، صفت خندن را به معنای ثواب دادن میگوید یا پاداش تعویل داده میکنند. به معنای ثواب که پاداش دادن تعویل میکنند. اما این تفسیر به ظاهری متن مخالفت دارد. چون که این تعویلی که آنها مینمایند مخالف ظاهری قول پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام و اجماع علما هست. چون در قاعده چهارم این رو ما بیان کرده بودیم، شرح داده بودیم. اما رد به اهل تعطیل چگونه ما بر آنها رد مینماییم برای این تعویلشون؟ معنای ضاحک خندیدن باید بدون تعویل و موافق ظاهر آن قبول کرده شود. برای چی؟ چون متن‌های شرعی یعنی قرآن و سنت آن را به معنای خاص و ظاهری آن بیان کرده است. به معنای ظاهری می‌گوید. یضحکو میخندد گفته است. و سلف این معنای ظاهری قرآن و سنت را تعویل نکردن، با اعتقاد کامل آن را پذیرفتن، قبول کردن. پس خلاصه صفت خندیدن برای الله ثابت است و آن را با تمام کمال و احترام با شکوه و بزرگی الله بپذیریم. پس این صفت معنای خاصی دارد که به الله لایق است و از هر گونه نقصان و شباهت به مخلوقان پاک است. از هر گونه تعویل که معنای اصلی را دیگر میکند از اصول اهل سنت میباید اگر انسان تعویل تغییر کرد. از هر گونه تعویل که معنای اصلی آیات صفات و احادیث صفات را دور میکند یا که رد میکند از اصول اهل سنت این شخص درست. اما سپس در اینجا مسئله دیگری از صفات الله سبحانه و تعالی که مسئله به نهایت مهم است ذکر می نماید. مسئله میگه صفات ثابت بودن استوای الله، ثابت بودن استوای الله سبحانه و تعالی بر عرش. این قسمت رو خیلی جدی اهمیت میدهید.
میفرماید ابن قدامه رحمه الله تعالی فهذا ما اشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نؤوله بتعویل یخالف ظاهره ولا جوش ترجمه کنیم. پس میگه این حادثه یکی استوای الله و مانند آن از آن چیزهایی که سند آن صحیح و روایتش عادلند و ما بر آن ایمان داریم و آن را رد نمی کنیم و انکار هم نمی کنیم و تعویل هم نمی کنیم با تعویلی که با ظاهر آن مخالف باشد. ابن قدامه را بدید با تعویلی که با ظاهر آن مخالف باشد و آن را به صفتهای مخلوقات هم مانند نمی کنیم میگوید ولا نشبهه بصفات المخلوقین ولا بصفات المحدثین و همچنین ما آن را به صفتهای مخلوقات مانند نمی سازیم و نه از نشانه های آفریده های نوپیداها، نه همچنین از این کسانی که نوپیدا بدعت ها میکنند. و میفرماید که و نعلم ان الله سبحانه و تعالی لا شبیه له ولا نظیره. خوب گوش دهید. و ما میدونیم که الله سبحانه و تعالی هیچ مانند و همتای ندارد. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیز مانند او نیست و او شنوا و بیناست. سوره شورا آیت 11. و میفرماید که هیچ چیز در ذهن تصور شود یا در خاطر آید الله برخلاف آن است. هر چیزی که در ذهن انسان تصور میکند یا در خاطرش میگذرد الله برخلاف آن چیز است. و از جمله این قولا الرحمن علی العرش استوى. الله بر عرش استوا کرده. سوره طه آیت 5. پس هر چیزی که در ذهن تصور می شود یا به خاطر انسان می آید الله از آن هم کاملتر و منزهتر است. پس در قرآن کریم کلمه استوا برای الله متعال در 7 آیت قرآنی ذکر شده است. از جمله الرحمن علی العرش استوى. رحمان بر عرش استوا کرده. سوره طه آیت 5. اما در سنت باشد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که او را ابو داود و ترمذی و دیگران از محدثین روایت کرده هستند. محدث کسانی که حدیث را روایت می‌نمایند. به بزرگی اش و بالا بودن الله اشاره کردند. گرچند که در این سند حدیث نقصان‌های هست، معنای آن صحیح است. مضمون آن با اصل اعتقاد اهل سنت و جماعت موافق است. اما اجماع سلف باشد، سلف صالح با آن اتفاق دارند که استوای الله بر عرش حقیقی است و باید این استوای الله بر عرش بدون تحریف، دیگرگون کردن معنا، بدون تعطیل، رد کردن این صفت الله که بر عرش استوا دارد، بدون تکییف کیفیت، بدون شرح چگونگی صفتش و بدون تشبیه مانند کردن الله سبحانه و تعالی با مخلوقات، باید بدون همه این پذیرفته شود. پس استوا، صفت استوا حقیقی است و معنای برتری و استوار بودن، به معنای برتری و استوار بودن را دارد که به ذات الله سبحانه و تعالی لایق و شایسته است. و این معنای استوا نمیتواند به معنای استعلا باشد، چون اهل تعطیل معنای استوا را به معنای استعلا تفسیر میکنند و معنای تعطیل تصرف کردن و غلبه کردن را دارد، تعویل کردن. چون در زبان عرب معنای استوا به معنای استعلا نمی آید. استوا به هیچ وجه معنای استعلا را نمی دهد. اگر استعلا فهمیده شود، این معنا می دهد که قبلا عرش زیر تصرفات الله نبود
بعدا الله آمده این را از کسی غلبه کرده گرفت. اعوذ بالله. اگر ما استعلا بگوییم، چون اهل تعطیل استعلا گفتن این را، و این سخن را از سخن کدام شاعر نصرانی کافر آورده هم باز. پس عرش و کرسی، عرش چی است و کرسی چی است؟ عرش این تخت بزرگی پادشاهی الهی است. عرش این تخت بزرگی پادشاهی الله است که بالاترین و بزرگترین مخلوقات الله است. بالاترین و بزرگترین از مخلوقات الله است. و الله سبحانه و تعالی این عرش را در کلامش به صفاتهای عظیم و کریم و مجید وصف کرده است. رب العرش العظیم، رب العرش الکریم. و کرسی باشد، کرسی از عرش جدا است. و این کرسی چگونه که در حدیث آمده است مکان برای پایه های الله سبحانه و تعالی، برای قدم الله سبحانه و تعالی باشد. چون که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مفسر قرآن گفتند کرسی مکان دو قدمه، که هر دو قدم الله سبحانه و تعالی است و هیچ کس نمیتواند بزرگی عرش را تصور کند، گفتند ابن عباس. و این روایت ابن عباس در چندین کتاب‌های حدیث با سندهای گوناگون آمده است. همچنین محمد ابن عثمان الشیبه در کتاب العرش، عبدالله ابن احمد در سنن و دارمی، ابن خزیمه، طبری، دارقطنی و حاکم و دیگر محدثان این را روایت کرده هستند. و رد بر اهل تعطیل و گفتم که گروه استوای الله را به معنای استعلا، غلبه کردن، که پیش از آن گویا که عرش از الله نبود و غلبه کرده گرفت، اعوذ بالله، تعبیر کردن. این فهمیش شیخ میفرماید با این دلیل ها رد کرده می شود، فهمیش نادرست. اولا از نگاه زبان عربی استوا هیچگاه به معنای استعلا ندارد، نمی آید. و دلیل واضح وجود ندارد که استوا به معنای استعلا بیاید. و این تأثیر و این تفسیر و این تعبیر باطل است. اگر گفتیم که اگر ما استوا را به معنای استعلا، به معنای غلبه کردن بگیریم، پس معنا می‌دهد که عرش قبلا عرش الله زیر نظارت الله نبود. از کسی او را غلبه کرده است پس گرفت، اعوذ بالله. پس خلاصه استوای الله سبحانه و تعالی بر عرش صفت حقیقی است که با ذات او سبحانه و تعالی موافق است. و این رو ما نه به معنای تشبیه نه به معنای تعویل قبول میکنیم. تشبیه تعویل نمیکنیم یعنی. و آن نشانه بزرگی الله و فرمانروایی مطلق و کامل او برای همه مخلوقات میباشد. و این عرش و کرسی از بزرگترین مخلوقات الهی هستند که بیان شکوه و عظمت جلالت ذات الله سبحانه و تعالی را بیان میکند. و الله میفرماید که اامنتم من فی السماء، آیا از آن که در آسمان است امین شدید؟ سوره ملک آیه 16. و رسول الله فرمودند که پروردگار ما ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، پروردگار ما الله است که در آسمان است، نامش پاک است. این حدیث رو ابی داود در سنن تحت رقم 3892 روایت کرده است که سلسله زنجیر روایت های این حدیث را شیخ محمد ناصرالدین البانی انصاری اقرار کردند و حافظ ابن حجر در کتاب التقریب برای او گفتند که منکری حدیث، کسی که این حدیث انکار می نماید، روایتش را انکار کرده می شود. و در حدیث جاریه
حدیث جوریه، آن حدیث خدمتگزار دختر، همون دختر خدمتگزار آمده است که پیامبر الله بر او گفت الله این الله در کجاست؟ او گفت در آسمان. پیامبر الله گفت او را آزاد کن زیرا او مؤمن است. روایت مسلم است از مالک. و قول مؤلف قال النبی صلی الله علیه و سلم، این که پیامبر گفت لحسین کم اله تعبد قال 7. پیامبر الله به حسین گفت چند تا خدا را پرستش میکنی؟ از او پرسید پیش از اسلامش، گفت 7 تا، 7 اله را عبادت میکنم. 6 فی الارض و 1 فی السماء، که 6 تا از این الهانی که من عبادت میکنم در زمین هستند، 1 تا اون در آسمان است. و رسول الله در این هنگام بر اون گفت، بر این حسین، من رغبتک و رهبتک. پیامبر الله از او پرسید از کدام از این الهایی که تو عبادت میکنی 7 تایی که هستن، 6 در زمین 1 تاش در آسمان، از زمین 7 تا از کدامش خواهش خود رو میخواهی؟ از کدامش طلب میکنی؟ از کدام از اینها میترسی؟ قال گفت الذی فی السماء، آن پروردگاری که در آسمان است من از او طلب میکنم، از او خواهش میکنم، از او میترسم. فقال گفت رسول الله فترک 6 و اعبد الذی فی السماء. رسول الله در جواب بر او گفت آن 6 را ترک کن، سپس تنها آن پروردگاری که در آسمان است او را پرستش کن. صلی الله علیه و سلم بر او چنین گفت و سپس بر او گفت که اعلمک، من بر تو 2 تا دعا را تعلیم میدهم، 2 دعا را بر تو تعلیم میدهم، خوب گوش دهید. دعای مبارک را، این دعا را از خود نمایید. سپس حسین مسلمان شد و از رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم گرفت. پیامبر بر او تعلیم داد و بر او این دعا را تعلیم داد: اللهم الهمنی رشدی و قنی شر نفسی. یا الله، ای پروردگار، یا الله، هدایت درستی مرا به من الهام بخش و من را به سوی هدایت راهنمایی کن. یعنی و قنی، و من را از شر نفسم نگاه دار. پروردگار ما را به راه راست هدایت نما و از شر نفس ما را نگاه بدار، چون این نفس است که انسان را همیشه به سوی هلاکت میکشاند. این حدیث ترمذی در جامع از عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت کردند. و قول مؤلف فيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقله و اصحابه میگن از کتاب‌های گذشته که نشانه‌های پیامبر اسلام و صحابگان از ذکر شده است نیز آمده است. چی آمده است؟ آنها در زمین سجده میکنند. از نشانه‌های رسول الله و از صحابگان کرام، از نشانه‌های صحابگان کرام چی بود است؟ می‌فرماید که آنها در زمین سجده میکنند و اعتقاد دارند که الله آنها در آسمان است. صحابگان کرام از برای الله در زمین سجده می‌نمایند و اعتقاد دارند که الله در آسمان است. و می‌فرماید و روى ابو داود فی سننه عن نبی صلی الله علیه وسلم، همچنین ابو داود در سنن خود روایت کرده است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود: انما بین السماء الى السماء مسیرة کذا و کذا. گفت آنچه میان یک آسمان تا آسمان دیگر است مسیرة کذا کذا، یک مسیره میگه یک راه دراز است، یعنی بین هر آسمان یک راه طولانی و دراز است. در دیگر روایت 500 ساله راه است، از یک آسمان تا دیگر آسمان 500 ساله راه است. حدیث دراز است، طولانی است. و فرمود و فوق ذلك العرش، و بالای همه این آسمان ها عرش الله قرار دارد.
والله سبحانه فوق ذلك و الله بالای این عرش است. خوب گوش بدید حدیث رو. چون این حدیث ابی داود در سنن تحت رقم 4723 روایت کردن. اگرچند بعضی از علما به مثل ابن حجر گفته است حدیث ضعیف است. و همچنین روایت ترمذی گفتن که حدیث غریب است. غریب است حدیث. و قول معرف و هذا و ما اشبهه مما اجمع سلف رحمهم الله تعالی، میگوید که پس این و مانند این حدیث که الله بر بالای عرش استوا دارد، چون حدیث رو خوندیم ما، و آنچه که سلف صالح رحمت الله علیهم بر آن اتفاق دارند این را نقل کردند. بر قبول این اتفاق دارد که الله بر آسمان بر بالای عرش قرار دارد و این را رد نکردند و تعویل هم نکردند و تشبیه مانند هم نساختند. پس صفت 14 ثابت بودن علوی الله و در این بخش شیخ می‌فرماید که صفت علو از صفت‌های ثابت شده الله متعال بررسی می‌شود که در قرآن و سنت و عقیده سلف صالح اتفاق نظر دیده می‌شود و در قرآن و هو علی العظیم و او الله علی است، عالی است، بالا مرتبه و عظیم است در سوره بقره آیه 255 و در سنت بجز دلایل بالا و هنگامی که ما میخونیم در سجده چی میگوییم؟ سبحان ربی الاعلی. یک بار میفهمیم گوش میدیم که در سجده چی میگه؟ سبحان ربی الاعلی. سبحان تو پاک و منزه هست ای پروردگار، تو پروردگار عالی مرتبه هستی. در شأنت، در عزتت، در جایگاهت، در بزرگیت، در عظمتت بر بالای عرش یا بر این تو استوا کرده هستی. حدیث حذیفه است، در امام مسلم حدیث رو روایت کرده است. اما اجماع سلف صالح بر این اتفاق دارند، چون در بازی کردیم که صفت اعلی، بلندی و بزرگی برای الله سبحانه و تعالی ثابت است، بدون تحریف، تغییر دادن معنای آن، بدون تعطیل، انکار کردن صفات آن، بدون تکییف، فهمیدن چگونگی صفات آن و بدون تشبیه مانند کردن الله سبحانه و تعالی با مخلوقات. این باید پذیرفته شود. تو اینجا رو فهمو؟ سپس معناهای علو بالا بودن، عالی بودن، عالی بودن و علوی الله سبحانه و تعالی بر دو قسم تقسیم می‌گردد. علوی الله بر دو قسم تقسیم می‌شود. علو در صفات‌هایش، الله سبحانه و تعالی در همه صفات‌هایش عالی هست و برتر است و هیچ کمبودی، ناقصی در صفات الله به هیچ وجه دیده نمی شود. این قسمت اول علو در صفاتهایش. دوم علو در ذاتش سبحانه و تعالی. الله متعال با ذات خود بر تمام مخلوقات برتر است، بالا هست، بالا مرتبه است. حدیث بالا را خواندیم ما، بر بالای عرش استوا دارد. دلیل اینها از قرآن چگونه که شیخ آوردن امنتم من فی السماء، آن کسی که بر آسمان است در امین هستید. و حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله که ربنا الله الذی فی السماء تقدس اسمک، رب ما، پروردگار ما الله است که در آسمان است، پاک است نام او. این حدیث ابی داود روایت کرده است. گرچند که در سند آن چی است ضعف دیده می شود. بخاری گفتن که این حدیثی منکر است. اما رد به تعویلگران اهل تعطیل، رد به تعویلگران، بعضی ها معنای عالی را، اعلا بودن را به معنای حکمرانی و سلطنت در آسمان قرار میدهند. یعنی که تعویل میکنن این را. پس رد بر آنها یکم تقسیمات سلطنت الله، سلطانی الله. پس سلطنت الله سبحانه و تعالی نه تنها در آسمان است،
همین گونه نیست؟ سلطانی الله سبحانه و تعالی نه تنها در آسمان است بلکه در زمین هم هست. همین گونه نیست؟ رهبریت الله سبحانه و تعالی. پس محدود کردن آن در اینجا خطا است. تنها بر آسمان بگیریم، چون بعضی از مردم علو را به معنای سلطنت و سلطانی میگیرند که سلطانی الله نه تنها در آسمان است بلکه در زمین هم هست. اینکه عالی بودن و بالاتر بودن از صفتهای کمال الله سبحانه و تعالی است و لایق به جلال و عظمت اوست. و دلیل فطری رو اگر ما بگیریم، همه مردم فطرتاً اعتراف میکنن که الله بر آسمان است. هر کس رو میپرسی همین نیست؟ مگر اینکه اگر عقیده‌اش فاسد شده باشد، اینکه اهل تعطیل رو گوش کرده باشد، اهل باطل رو عقیده‌اش رو فاسد کرده باشد، که انسان سلیم و سالم اگر از او بپرسی میگه الله در کجاست، میگه در آسمان است. هنگام دعا تو دست رو به کجا میبرداری؟ حتی همین اهل تعطیلی که این کار میکنن این رو دست رو هنگام دعا به آسمان میبردارن. الله رو در همه جا میگن و هنگام دعا دست رو به آسمان میبردارن. تعجب جای تعجب آرش هست. این دلیل فطری است. پس الله بالا مرتبه است، بالا مقام است. پس معنای توضیحی که الله بر آسمان است در اینجا بعضی از مردم در بعضی از آیه‌های قرآن فی آمدگی است. فی به معنای داخلی است، درونی است. فی سما که در آسمان، یک در لغت عرب کلمه ها حرف ها دارای معنا هستند. برای همین علماها این حرفایی که دارای معنا هستند عوامل میگویند، عامل‌هایی که اجرا کننده هستند دارای معنا هستند. در کتاب‌های خاص اینها را برآورده است که کلمه دارای معنا دارد. یک کلمه دارای چندین معناها دارد. برای همین فی در اینجا در این کلمه که فی سما در آسمان به معنی علی بر آسمان می آید. هنگام گفتن الله بر آسمان به کار برده می شود. فی به معنی اعلی بالا بودن استفاده می شود و این معنا می آید. و آسمان باشد فی سما در آسمان، آسمان به معنی بلندی می آید. در بلندی به معنی بلندی و اعلی این معنا رو می دهد. نه این آسمانی که ساخته شده مخلوق الله، مخلوقی که محدود است، نه این. پس خلاصه عالی بودن، بلندی و بزرگی از صفت الله متعال است که به ذات و جلالت او لایق است، بدون تحریف و تعطیل و تکییف و تشبیه باید پذیرفته شود. پس معنا در واقع این است که الله سبحانه و تعالی با ذات خود بالاتر از همه مخلوقات قرار دارد و بزرگی و عظمت و جلالت او هیچگاه محدود نمی شود. و قول مؤلف که در اینجا می‌فرماید سئل امام مالک ابن انس رحمه الله، از امام مالک ابن انس رحمه الله تعالی پرسیده شد قیل یا ابا عبدالله، گفتن ای ابا عبدالله، کسی پرسید الرحمن علی العرش استوى، رحمان بر عرش استوا کرده است. چگونه استوا کرده است؟ از امام مالک پرسیدند. خوش به حال آن قوم و مردمی که از سلف صالح علم را میگیرند. از امام مالک پرسیده شد که چگونه استوا کرده است. امام مالک زود جواب داد و گفت استوا غیر مجهول است و کیفیت آن غیر معلوم است و ایمان بر آن واجب یعنی فرض است و سوال کردن درباره آن بدعت است. و سپس امام مالک فرمود که این مرد را از مسجد بیرون می‌سازند. این اثر صحیح از امام مالک با سرچشمه‌های مختلف با سندهای گوناگون نقل شده است. به مثل که ابن قدامه در کتاب علو این حادثه را ذکر کرده هستند در صفحه 104 و ذهبی همچنین در کتاب علو صفحه 140 ذکر کرده هستند. ابو نعیم در حیلة الاولیاء، ابو سعید دارمی لالکائی در شرح اصول السنه، ابو عثمان الصابونی
در عقیده سلف و بیهقی در اسماء و صفات و امام مالک ابن انس در صفت استوا نقل کرده هستند. پس جواب امام مالک گفت استوا غیر مجهول، الاستواء غیر مجهول، یعنی معنای استوا معلوم است، بالا رفتن، بالا شدن. در لغت عربی استوا به معنای بالا رفتن رو، استوار شدن رو، برتری داشتن رو دارد. در اینجا به معنای بلندی و استقرار رو در بر میگیرد. این بر الله سبحانه و تعالی مناسب است. و امام مالک گفتن و کیفیت و کیف غیر معقول و کیفیت غیر معقول است، یعنی چگونگی استوا برای عقل انسانی نافهم است. چون الله استوای خود را اثبات کرده، در بالا ذکر کردیم دلایل ها از قرآن و سنت، از قول سلف، اما معنای آن را الله برای ما چیز ذکر یادآوری نکرده، زیرا الله متعال از مخلوقات و قیاس های آنها بالاتر است و صفات او سبحانه و تعالی با عقل انسان درک کرده نمی شود. برای همین چی گفت امام مالک والایمان به واجب، ایمان آوردن بر این صفت استوای الله بر عرش واجب است. برای هر مسلمان ضرور است که بر استوا چنان که بر قرآن سنت ثابت شده است ایمان داشته باشد. و در آخر چی فرمود؟ و سوال عنه بدعه، سوال کردن در مورد این بدعت است. یعنی پرسیدن چگونگی استوا، پرسیدن چگونگی استوا، چگونه استوا کرده است میگن مردم. این عمل غیر لازمی است، زیرا نه رسول الله این را گفتند نه صحابگان از رسول الله این را پرسیدند. پس چیزی که در زمان آنها دین نبود این روز برای ما دین شده نمیتونه دیگر. انس بن مالک چی گفت؟ ابن مسعود قیف حیث وقف القوم، در دست گذاشته گفتیم بیست، توقف کن در آنجا که قوم این صحابگان کرام توقف کردند. اگر لازم بود صحابگان کرام این را میپرسیدند. پس امام مالک تاکید کرد که صفات الله چنان که در قرآن و صفات در قرآن و سنت آمده است بدون تحریف، بدون تغییر، بدون تعطیل، بدون انکار، بدون تکییف، چگونگی غیر لازمی و بدون تشبیه مانندی به مخلوقات باید قبول کرد اون صفات را بدون این چیزها. پس بیان تعظیم به صفات الله سبحانه و تعالی. پس سوال کردن درباره چگونگی استوای معنای الله، سوال درباره چگونگی استوا معنای کوشش محدود کردن الله را دارد. اگر چخور در نمایی سوال کردن در این که الله چگونه استوا کرده است، میفرماید شیخ که سوال کردن درباره چگونگی استوا معنای کوشش محدود کردن الله را دارد که با بزرگی و جلال و عظمت او مخالفت نمایید. امام مالک فرمود که سوال دهنده رو از مسجد خارج کنید، یا که از اهل بدعت رو از مسجد خارج کنید. به خاطر چیز؟ برای حفظ عقیده و پیشگیری از پهن شدن این شک و گمانهای بد و تعویلهای نادرست. برای همین این نقطه ما رو هشدار می‌دهد که از اهل بدعت صاف ما علم نگیریم، هیچ علم رو نگیریم. پس امام مالک کی است؟ امام مالک ابن انس از بزرگترین علمای اسلام است که مذهب معروف مالکیت به اون نسبت داده می شود که سال 93 از هجری در مدینه منوره تولد شده است و سال 179 هجری وفات کرده است. و امام مالک در زمان تابعین و تبع تابعین زندگی میکرد و تعلیمات او، علم و دانش او به عقیده اهل سنت و الجماعت اساسگار شده است. پس این جواب امام مالک رحمه الله تعالی اصول مهم رو در فهم صفات الله متعال بر ما تأکید میکند.
این که صفات الله بدون تعویل و شرحی که با بزرگی او مخالف است باید قبول کرد. این صفات الله را سبحانه و تعالی را که بدون تعویل و شرحی که شرح و بیان توضیحی که با بزرگی او سبحانه و تعالی مخالفت می نماید باید از این دور شد. برای شیخ میگوید که صفات الله را بدون تعویل و شرحی که با بزرگی او مخالف است باید قبول کرد. اگر بزرگی او را مخالفت نمود از اون چیکار میکنی؟ دور میشه، قبول نمیکنی. پس سوا کردن در بیان چگونگی صفات الله سبحانه و تعالی این لازم نیست. اگر لازم بود صحابگان کرام حتما این رو میپرسیدن و برام میرسید. پس ایمان با این صفات الله سبحانه و تعالی برادران و خواهران باید صادقانه باشد، بدون شک و شبهه باشد. چگونه که در قرآن و سنت آمدگی است ثابت باشد. تو قرآن رو خواندی الرحمن علی العرش استوى، الله بر عرش استوا دارد، استوا کرده است. دیگر اگر هر نفری که ما که تو را خود از این راه بزند تو دیگر سخن وی را باید نپذیری. کلام الله در دست است، صحیح ترین رازگوترین سخن ها سخن رسول الله در دست است. تو میستی سخن وی را گوش میدهی؟ این علاقه مخالف فطرت سلیم انسان است که تو کلام الله داری، کلام رسول الله با تو است و علاوه بر این یک کس میاد تو را چیز؟ تو را راه میزند. پس این قول امام مالک همچنین بیان اعتقاد اهل سنت و جماعت را برای ما بیان می‌نماید. ایمان به صفات الله سبحانه و بلندی او سبحانه و تعالی یک رکن مهم عقیده اهل سنت است. پس امامان اسلام معنای این حدیث را با اتفاق قبول کردند، با دلیل های قرآن و سنت تصدیق کردند و اثبات نمودند و بر ما این را تأکید کردند. پس مهم است که ما از هر گونه بدعت و نوآوری ها در این چیز باید دوری بجوییم و قول صحیحی که اهل سنت و جماعت است باید با آن باشیم. بارك الله فيكم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از اهل حق و خیر قرار بدهد. خیر در اینجا توقف میکنیم از این درس مبارک. اگر درس دیگر ما زنده و سلامت باشیم درباره دیگر از صفات الله سبحانه و تعالی، صفات کلامی او، صفات سخنگویی او سبحانه و تعالی، از این کتاب مبارک از لمعة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد شرح شیخ نوسیمین و همراه شمایان ان شاء الله که صحبت خواهیم کرد و سخنرانی خواهیم کرد. این رو با سمع شمایان تفسیر و ترجمه خواهیم کرد. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیه. اگر یکم سوال باشد مرحمت کنید. کسی سوال داشته باشد؟ رحمت بر پدر و مادرت. بارک الله. الله پدر و مادر شما هم شایسته رحمت قرار بدهد. سلامت سربلند باشید. الله سبحانه و تعالی دنیا و آخرت شما و پدر و مادرتان آباد بسازد. بارک الله فیکم. اگر یکم سوالی باشد مرحمت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله. بارک الله فیکم. خوب هستین؟ استاد سوالی داشتم در برای همین سیاق شو وقتی که الله نظر میکنه به دنیا، هم سیاق شو کدام ساعت باشه یا که در نزد الله دیگه خیلی مخصوص سیاق شو؟ بارک الله فیک برادر گرامی. سیاق شبی که در اینجا ذکر کردم و علما بیان کردگی هستند، سیاق شب آخر گفتگی هستند.
ثلث اللیل آخر گفتن رسول صلی الله علیه و سلم برای ما تفسیر کردن بیان کردن تا که مردم این وقت رو پیدا نمایند. در این وقت الله بر آسمان زمین میفرماید و میگه که کیست استغفار طلب کننده که من طلب او را اجابت نمایم، کیست توبه کننده که توبه او را بپذیرم، کیست طلب کننده که طلب او را خواهش را اجرا نمایند. این سه شب آخر گفتند. اگر که با معنای اصطلاحی کلمه تاجیکی بگوییم سه شب آخر شب رو سه قسمت می‌نماییم. از بعد شام شب رو سه قسمت نماییم. قسمت اولش رو بگذار، قسمت دومش بگذار و قسمت آخری شب رو بگذار. در انهمی وقتی چی است؟ وقتی قبول اجابت دعا است که انسان در اینجا اگر که خیس از برای پروردگار خود دعا کرد، التجا کرد، نیازش خود را گفت، به درستی که پذیرفته می شود و انسان به مراد و مقصدهای خود البته که روانه می گردد باذن الله تعالی و خاص و اراده او سبحانه و تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که خوب هستید استاد. خوب هستیم. سوال داشتیم. اگر مرد با زنش گوید که چیز چارت رو گرفته رو با من دیگر در کار نیست، همین یک طلاق حساب می شود؟ بارک الله فیک. سوال مناسب است. اگر که مرد با سوی زنش بگوید که چیز چارت رو جمع کرده رو، یا که بر خانه خالت رو، به خانه مادر رو، خانتان رو، تو با من در کار نیستی، دیگر هر سخنی رو مانند این بگوید، هر سخنی رو مانند این بگوید، اگر قصد و نیتی طلاق را داشته باشه طلاق واقع می شود. اگر قصد و نیتی طلاق را داشت طلاق واقع می شود. اما اگر قصد و نیت طلاق را نداشت طلاق در این هنگام واقع نمی شود. فهمو؟ و بسته بر نیت انسان برمیگردد. این را لفظهای کنایه‌ای میگویند. فهمو؟ اما لفظ صریح طلاق اگر که برآمد انسان در این حالت الاعوذ بالله طلاق میگردد. برای همین این لفظ طلاق لفظی است که خانه را ویران میکند. انسان باید در این لفظ طلاق به نهایت احتیاط رو پیش نماید. به نهایت احتیاط رو پیش نماید. بارک الله فیکم. و سوال نوبتی که در اینجا روان کردن، سوال نوبتی رو هم میخوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد ان شاء الله که خوب هستید. خوب هستم الحمدلله. امیدوارم که شما خوب باشید، سلامت باشید. گفتید که آیا چنین حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته باشد که شما لباس سفید را ببر کنید که آن بهترین لباس شما است؟ بله، در حدیث آمدگی است که رسول الله برای ما توصیه دادن که شما لباس سفید رو ببر کنید، چون لباس سفید بهترین لباس ما هست. زندگان ما با این لباس سفید رو میپوشند و گفتن حتی مرده های خود رو با این لباس سفید کفن نمایید. گفتن صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد الله حفظتان کند. الله شما را حفظ نماید. استاد من به خاطر زیبا شدن پوست پیشانیم رو حجامه کرده بودم. اکو سوال این است که آیا این عمل حساب می شود که من یک سنت رو انجام دادم یا نه؟ بله، شک نداره که تو یک سنت رو انجام دادی، نه که در اینجا وابسته بر آن ثواب و پاداشی که میگویی این عمل مباح است. یعنی این عملی که انسان حجامه میگیرد این عمل در مباحات و چیزهای مباح، یک چیزهای روا و جایز حساب می شود. فهمو؟ انسان با واسطه این معالجه خود را معالجه می نماید، با واسطه این می تواند خود را معالجه نماید. الله سبحانه و تعالی این حجامه را سبب شفای هر دردی برای ما قرار بدهد، چون حجامه یک از عمل‌هایی است که مطلوب طلب شده در شریعت که بیشتر از فایده ها در خود دارد، چون که علما حاضر این را برقرار کردند. بارک الله فیکم. سوال دیگری هست؟ کسی دیگری سوال دارد؟ بله بله برادر مرحمت کنید. آوازم باشد؟ آوازم هستی؟ و جزاکم الله خیرا. بله آوازم هست. بهترین اخی درس بهترین ماشاءالله، خیلی درس قوی که ماشاءالله در باره اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی. در همین بین یک سوال پیدا شد که آیا
ما که ایمان داریم با دست و چشم و پای الله سبحانه و تعالی، همینجا دو دست الله و دو چشم الله بله همین فعل است. اگر که درس گذشته را گوش میکردی بسیار لذت میبردی. همین رو ما درس گذشته این درس در مسئله بیان اثباتی دو دست الله سبحانه و تعالی یکچند آیه های کریمه رو آوردیم. بل یداه مبسوطتان گفتیم، بله اثبات شدگی است و بینایش الله سبحانه و تعالی اثبات شدگی است. همه این با نص چی است؟ با نص صحیح. با نص صحیح یک نصوص صحیح از قرآن و سنت ثابت شدگی است. هر چیزی که الله سبحانه و تعالی بر خود اثبات کرده است در کلامش یا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم اثبات کرده است، ما را اثبات می‌نماییم. چون الله فرمود بل یداه مبسوطتان، بلکه هر دستان الله سبحانه و تعالی فراخ هستند، گشوده هستند. پس این رو تعویل، تفسیر و تغییر دادن به هیچ وجه در نزد عقیده اهل سنت و جماعت روا نیست. ما ظاهر آیات ها رو آنگونه که آمده است در درس اول در این مورد ما صحبت کرده بودیم. قاعده ها 4 قاعده 5 قاعده رو کرده گفتیم. ما اگر این قاعده درس اول رو گوش بدهی در باب معنای اثبات صفات الله سبحانه و تعالی معناهای رو میفهمی. فهمو؟ و بیان حدیث پیامبر صلی الله علیه و گفته بودیم که بیده الاخر القبض گفتیم. در دست دیگرش الله سبحانه و تعالی قبضه کرده است. قبضه کرده دست دیگرش الله سبحانه و تعالی. این حدیث رو گفتیم. و آیه کریمه که لما خلقت بیدی، اینکه در سوره سازی که میشود که ما چیزی که من بر دست خود با هر دست خود آفریدم، در بیان آفرینش آدم علیه السلام. پس مادامی که این آیه های قرآن واضح روشن است و احادیث واضح روشن است، دیگر جای تعویل نمیماند. فهمو؟ چون اهل تعویل اینها را تعویل میکنن، تعویل گوناگون مینامند. وقتی در این آیه کریمه میگه که لما خلقت بیدی، من این رو با هر دو دستان خود آفریدم، دیگر در اینجا چیز در تعجب میمونن خودشون اهل تعطیل تعویل، چون اینا رو به معنای نعمت و قدرت میگویند. تو چه با نعمت تو رو آفریدی با خود؟ فهمو؟ بلکه الله سبحانه و تعالی هر چیزی رو که در خود اثبات کرده است، چون یک ما بارها تاکید میکنیم، در اینجا شیخ بارها تاکید مینامد بدون تکییف، تشبیه، تمثیل و تعطیل ما باید اینها رو قبول نماییم. چون سلف صالح، پیامبر الله، صحابگان کرام همه آنها اینها رو امین گونه بدون تحریف، تغییر، تشبیه قبول کردن. ما هم قبول میکنیم. این است راه صحیح و راه درست. و راه تعویل رو نمیگیریم، راه تشبیه رو نمیگیریم، چون این راه ضلالت است و اهل سنت از این راه ها ما را هشدار کردن به مثل امام مالک رحمه الله تعالی. چون گفتن بهترین حفظت الله. بارک الله فیک اخی، الله حفظت کنه. بهترین دار و یک مسئله دیگر، همین عقیده ابو محمد مدنی آیا یگون مشکلی دارد و درسش گوش کردن یگون ردیه هست؟ بارک الله فیک برادر گرامی. ما برادر گرامی خود ما یک طالب کوچک هستیم و شایستن است که در حق آن کسی که نمیشناسیم، نمیدونیم، بدون دلیل، بدون علم سخن بگوییم. چون خود طالب علم هستیم، خودمون در طلب علم هستیم، دانش هستیم و آن علمی که الله سبحانه و تعالی برای ما عطا کرده است زحمت نکشیم، علم آموزیم و بعد دیگران میخوایم برسونیم. اما در حق هر کسی دیگری از شخصیت ها باشد، در آنها نمیتوانیم چیزی سخن بگوییم، چون در این علم دانشی فراهم یا که زیادی نداریم. خاموشی رو کردن برای ما در بعضی مسائل ها بهتر است. اما اگر از هر کسی باشد، اگر ما برای ما بیان شود که مثلا فلانی خیر در فلان مسئله های دینی فلان سخن را میگوید، آیا این راست است یا که راست نیست، ما میتوانیم که چیز با دلیل قرآن و سنت بیان نماییم این رو. لیکن در حق شخصیت هایی که مثلا که در زمان ما خود خواستن معروف و مشهور هستند، به مثل همین شخصیت ذکر شما با یک چند کس دیگه که دائم از این 3-4 نفر از ما پرسان میشوند، نمیتوانیم حاضر رسول میگن دنیممید یکون سخن بگیم و حق سخن گفتن رو هم نداریم، چون از عقیده آنها آگاهی کامل نیستیم و الله سبحانه و تعالی ما را از آن چه که علم نداریم من مثل که سخن بگیم. ولا تقل ما لیس لک به علم، در روزی تو علم نداری سخن مگو. الله دونتر است برادر گرامی. در حق شخصیت ما نمیتوانیم چیزی بگیم، چون خودمون یک طالبی از کسی هستیم که ما را کسی اصلا نمیشناسد و دیگرها هم چیز رو رویته بر اگر از اهل علم، از علما اگر از ما پرسان شود، ما کسانی رو که میشناسیم میگیم خیلی ها درست از راه روش خوب است ان شاء الله. ولی از طالب علما
تا حال ما توقف کردگی هستیم، چون کسی نیستیم که در حق دیگر کسی سخن بگوییم. حاضر شه الله ما را و هر کس که روی حق در روی حق است آن را موفق بگرداند و هر کس که در روی نادرست است او را برای راست هدایت نماید. بارک الله فیک. کریم ولی جناب که و یک خب یک مسئله دیگر، یک سوال دیگر، اگر وقت داشته باشین مقصد انشاءالله سوالها همین درباره عقیده دیگر زیاد، اما اگر وقت به آنجا رسیده باشد انشاءالله باز پرداخت باذن الله تعالی. ما درس ها انشاءالله که وقت درس ها معلوم است، باذن الله تعالی اگر زنده باشیم سلامت باشیم باز با همراهی شمایان و میخوریم انشاءالله، اگر که الله برای ما عمر بدهد، وقت بدهد و قوت و قدرتی جواب دادن مسائل شما را هم بدهد. اما آخی یک مسئله است که مثلا شما باز از ما خفه نشوین که مثلا ما این سوالای داریم، چون که امروز این اهل بدعت، این مثلا خرافات، اینا گروه ها بسیار از هم قدر مردم، یعنی هر کس به هر خودش یک راه خطیر رفته است. اما خطیر ما باید برای آموختن دینی خودمان، برای مثلا فهمیدن است که دین می‌آموزیم، مهم است که ما برای شما، یعنی اگر زیق هم شوین از اگر از خفه شوین، لیکن بعضی مهمات که شما با در این اصل در اینجا چی میگین، چی عقیده دارین، برای من خیلی مهم است. و بعد از این انشاءالله که شاگرد اول شما انشاءالله میشم. بارک الله فیک. الله سبحانه و تعالی شما را موفق بگرداند در کار خیر، در کار نیکو. ما هم انشاءالله که از شما می‌آموزیم، ما هم خودمون طالب علم هستیم، ما از همدیگر دست همدیگر میگیریم در راه خیر نیکو. خطا کردیم پند میدهید، خطا کردید پند میدهیم، باذن الله به همین ما میتوانیم که قوت بگیریم و قدرت بگیریم در این زمانی که سنت به نهایت غریب شده است. الله ما و شما را پایبند واقعی سنت پیامبر حسن قرار بدهد و از هر گونه گمراهی و ضلالت ما و شما در حفظ و پناهش نگاه بدارد. بارک الله فیک. جزاک الله خیر برادر. و یک الله جزاک الله خیرا و یک اخی مالش الله سبحانه شما خیر کنه. مالی برادر، الله حفظتون کنه شما را. بارک الله فیک. خیر. سوال این برادر اخیران سوال جواب دادیم برادر. یگان کسی یگان سوال دارد؟ یا کسی یگان سوال یگان گفتنی دارد؟ خیلی سوال گفتنی نباشه ما با همین درس رو بهتون رسونیم. بارک الله فیکم. الله بر شما جزای خیر بدهد که در دست اشتراک کردید. از هر دو گروه ها کسانی که با ما بودن الله باز هم توفیق شما رو بیشتر بگرداند و کسانی که با ما نبودن الله بر آنها توفیق بده که با ما باشند، چیزی از علم بیاموزند، از همدیگر علم بیاموزیم و در راه حق قدم بزنیم و در راه خیر. الله سبحانه و تعالی در تمام در راه خیر برای ما شما کشیده بگرداند و تمام در راه شر رو برای ما شما بنده کند. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.